بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیرحسین خنجی. فایل 7. AudioBook.com. البته کسی که ایمان استوار به باورهای اهل تشیع دارد با یقین پاسخ خواهد داد که همه اینها اراده الله بود. الله برای حسین چنین تصمیمی گرفته بود و کاری که حسین کرد اجرای اراده الله بود. او به کربلا رفت و خون خودش و افراد خانواده‌اش را داد تا دین جدش حسین که میراث او بود و امویان غصب کرده بودند پایدار بماند. اگر او کشته نمیشد، اسلام نیز از میان میرفت و نام و نشانی از آن نمیماند. یکی از بازماندگان واقعه بعدها به یاد می آورد که چون حسین و یارانش چادرهاشان را برپا کردند و هنگام نماز ظهر رسید، حسین در حالی که ازاری بر میان و ردایی بر تن و نعلینی در پا داشت بیرون آمده در برابر سپاهیان حر ایستاد و خطاب به آنها گفت: ای مردم، من به خود نیامدم، بلکه فرستادگان شما به نزدم آمدند که برخیز بیا که ما امام نداریم، شاید الله به وسیله تو ما را بر راه هدایت جمع کند. اکنون اگر شما بر همان عقیده اید من آمده ام. اگر پیمانهایی به من بدهید که من به آن اعتماد کنم وارد شهرتان خواهم شد، و اگر جز این باشد و خواهان وارد شدنم به شهرتان نباشید به همان جایی برخواهم گشت که تا کنون بودم. سپس به مؤذن فرمود تا اذان بگوید و به حر گفت: آیا می‌خواهی که نماز را جداگانه با افراد خودت بگذاری؟ حر گفت: پشت سر تو نماز خواهیم گذارد. حسین پیش نماز شد و آنها پشت سرش نماز گذاردند. چون نماز تمام شد آنها به جایگاهشان برگشتند و هر کس در سایه اسبش نشست. 3 ساعتی دیگر هنگام نماز عصر رسید و همین سان با هم به امامت حسین نماز گذاردند. حسین پس از نماز عصر نیز برای همراهان حر خطبه کرد و گفت: ای مردم، اگر تقوا پیشه کنید و حق اهل حق را به رسمیت بشناسید بیشتر مورد خوشنودی الله خواهد بود. ما اهل بیت برای ولایت بر شما از این مدعیانی که با ستم و تجاوز بر شما حکومت می کنند برحق تریم. شما اگر ما را نمی خواهید و حقمان را به رسمیت نمی شناسید و نظرتان خلاف چیزی است که در نامه هاتان به من رسیده است، من برخواهم گشت. حر گفت: ما از نامه هایی که تو میگویی خبر نداریم. حسین به یکی از یارانش گفت: آن 2 خرجین که نامه ها در آنهاست را بیاور. آنگاه تومارهای امضا شده را از خرجین ها بیرون کشید و در برابر چشمان حر بر زمین ریخت. حر گفت: ما از آنها نیستیم که به تو نامه نوشتند. ما فرمان داریم که تو را رها نکنیم تا آنگاه که به نزد عبیدالله ابن زیاد ببریم. حسین گفت: مرگ بهتر از آن است. و به یارانش گفت: برخیزید سوار شوید تا به راه افتیم. ابتدا زنان و بچه ها، سپس بقیه سوار شدند، ولی همین که خواستند به راه افتند حر راهشان را گرفت. حسین به حر گفت: مادر فلان، چه می‌خواهی؟ حر گفت: اگر کسی جز تو این دشنام را به من داده بود آن را به خودش برمیگرداندم، ولی از مادر تو جز با ستایش یاد نتوانم کرد. حسین گفت: چه می‌خواهی؟ حر گفت: می‌خواهم که تو را به نزد عبیدالله ابن زیاد ببرم. حسین گفت: من نخواهم آمد. حر گفت: من تو را رها نخواهم کرد تا به کوفه ببرم. اگر نمی‌خواهی که با من بیایی راهی در پیش گیر که نه به سوی کوفه نه به سوی مدینه باشد
من به عبیدالله نامه می نویسم و تو نیز اگر دلت می خواهد به یزید یا عبیدالله نامه بنویس. شاید الله راهی ایجاد کند که من در این قضیه به سلامت بروم و گرفتار گناه نشوم. پس از آن حسین و یارانش بی هدف مشخص به راه افتادند و حر و یارانش نیز در کنار او می رفتند. در منزلگاه بعدی که فرود آمدند، حسین پس از نماز برای سپاهیان کوفه سخنرانی کرده چنین گفت: ای مردم، پیامبر گفته که هر که حاکم ستم پیشه ای را ببیند که حرام الله را حلال کرده، پیمان با الله را شکسته، مخالف سنت پیامبر عمل کرده و در میان بندگان الله با بزهکاری و تجاوز رفتار می کند و آن را با کردار و گفتارش تغییر ندهد، حقش نزد الله آن است که او را به همان جایی ببرد که شایسته اش است. ای مردم، بدانید که اینها، یعنی بنی امیه، خود را به فرمان شیطان درآورده و فرمان رحمان را از دست نهادند. تباهکاری می کنند، حدود شرعی را بیکاره وانهادند، درآمدهای مالیاتی را به خودشان اختصاص دادند، حرام الله را حلال و حلال الله را حرام شمردند. من برحق‌تر از هر کس دیگرم. نامه هاتان به من رسید و فرستادگانتان به نزدم آمدند و بیعتتان را برایم آوردند که نه مرا تسلیم کنید و نه از یاوری من دست بکشید. اگر بر بیعتتان استوار بمانید راه درست را برگزیده اید و اگر نکنید و پیمانتان را بشکنید و بیعت من را از گردنتان بیندازید، از شما شگفت نیست، زیرا با پسر عمویم مسلم نیز چنین کرده اید. هر که فریفته شما شود بد جور فریب خورده است. شما اگر چنین کنید به بخت خودتان پشت پا زده اید و بهره خودتان را ضایع کرده اید. هر که پیمان را بشکند بر ضد خودش شکسته است. حر باز کوشید که شاید حسین را مجاب کند که دست بیعت به یزید بدهد و به او هشدار داد که خودت را به کشتن مده. تو اگر خواهان جنگ باشی با تو خواهند جنگید و اگر به جنگی کشته خواهی شد. ولی حسین گفت: مرا از مرگ میترسانی؟ به راهی که در پیش گرفتم ادامه خواهم داد. مرگ برای مرد ننگ نیست. با این حال حسین هنوز کاملا ناامید نبود و میاندیشید که شیعیانش به یاریش خواهند شتافت. او منزل به منزل در کرانه غربی فرات به راه ادامه میداد و بی هدف مشخصی به سوی شمال به پیش می رفت و حر همچنان او را همراهی می کرد، ولی راه او به سوی بیابان بی آب و آبادی بود، جایی که او ندیده بود و نمی شناخت. شاید او می اندیشید که در این راه خواه و ناخواه به آبادی خواهد رسید و مردمی به یاریش خواهند شتافت و او را از این مخمسه خواهند رهاند. در یکی از آخرین شبهای راهپیمایی نشانه ناامیدی در او ظاهر شد. یکی از بازماندگان فاجعه بعدها به یاد می آورد که در تاریکی شب به پیش می رفتیم و دیدم که حسین سرش را به زیر انداخته و به چرت فرو رفت. اندکی بعد که به خود آمد می گفت: انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. و این را 3 بار گفت. پسرش علی اکبر اسبش را به او نزدیک کرد و گفت: پدر جان، چرا اینها را گفتی؟ حسین گفت: اندکی به چرت رفتم، اسب سواری را دیدم که می گفت اینها به پیش می روند و مرگ به سویشان روان است. دانستم که این روحمان است که خبر مرگمان را به ما می دهد. روز دیگر که در منزلگاهی بیابانی فرود آمدند، مأموری آمد و نامه‌ای برای حر آورد.
حر در آخرین تلاش برای مجاب کردن حسین به بیعت بایزید نامه را برای حسین خواند. در نامه به او فرمان رسیده بود که حسین را در فضای باز دور از آبادی و آب نگاه دار و مگذار که به آب دسترسی یابد. فرستاده‌ام دستور دارد که در کنار تو باشد و تا وقتی که فرمان دیگری به تو نرسیده است از تو دور نشود، یعنی نگرنده رفتارت با حسین باشد. تلاش حسین برای آن که از اینجا نیز حرکت کند توسط حر متوقف شد. این پایان راهپیمایی طولانی حسین بود و اینجا بیابان کربلا بر کرانه غربی یکی از شاخه‌های فرات بود. باز نامه دیگری از عبیدالله به حر رسید که راه دستیابی حسین به آب را بربند، مبادا یک قطره آب به آنها برسد. با او همان کن که با آن تقوا پیشه پاکیزه جان مظلوم شد. یعنی کشندگان خلیفه عثمان با عثمان کردند و خانه‌اش را محاصره کردند و آب را بر رویش بستند. حر گروهی از افرادش را به کنار رودخانه فرستاد تا از نزدیک شدن یاران حسین به آب جلوگیری کنند. یکی از مردان حر به حسین بانگ زد که حسین، آب را می‌بینی که همچون آسمان می‌درخشد؟ والله که یک قطره از آن نخواهید نوشید تا از تشنگی بمیری. چون تشنگی بر حسین و یارانش زورآور شد، 30 مرد مشک به دست را همراه برادرش عباس فرستاد تا شاید بتوانند آب برگیرند، ولی مردان حر راه را بر آنها گرفتند. آنها در تلاش دیگری شاید در تاریکی شب پس از درگیری کوچکی توانستند که خود را به آب برسانند و مشکهاشان را پر کنند و برای اردوگاه حسین ببرند. حسین چون یقین یافت که بی جنگ نخواهد توانست که وارد کوفه شود و می‌دانست که در نبرد با نیروهای عبیدالله نیز امید پیروزی برایش نیست، تصمیم گرفت تا آن عده از عربها که در منزلگاه‌های سر راهش زن و فرزندانش را برداشته با او همراه شده بودند را از حقیقت امر آگاه کند. او اندیشیده بود که عربها به امید آنکه کوفه آماده پذیرایی از اوست و هیچ جنگی رخ نخواهد داد به او پیوسته بودند. او دلش نمیخواست که آنها را بی آنکه حقیقت را بدانند با خودش نگاه دارد. به علاوه او میخواست اطمینان یابد که فقط کسانی در کنارش خواهند ماند که او را تا پای جان رها نخواهند کرد. عرب‌هایی که در راه به او پیوسته بودند وقتی از او شنیدند که خطر کشته شدن در پیش است، او را رها کردند و رفتند و فقط چند تنی از آنها در کنارش ماندند. شهادت امام حسین در کربلا. عبیدالله ابن زیاد تصمیم جدی داشت که حسین را بکشد و به خواری هم بکشد. البته او می توانست که حسین را وادار به برگشتن به مدینه و ادامه زندگی در وضعیت سکوت‌آمیز پیشین کند. می توانست که خودش به نزد حسین برود، با او گفتگو کند، او را بیم دهد و سرافکنده به مدینه باز فرستد. می توانست که حسین را با محاصره چند روزه و قرار دادن او و همراهانش در تشنگی و گرسنگی شدید دستگیر کند و او را به نزد یزید فرستد تا یزید به زور از او بیعت بگیرد. اگر چنین میشد نیز سرافکندگی بزرگی برای حسین بود. عبیدالله اکنون که کوفه را کاملا در کنترل خودش گرفته بود، خطر حسین را به کلی برطرف کرده بود. حسین هنوز هیچ اقدامی نکرده بود که کشتن او را مجاز کند. حسین با زنان و بچه هایش و یک گروه اندک جنگ نازموده آمده بود تا وارد کوفه شود.
سپس اقدامات لازم را برای نابود کردن یزید انجام دهد. ولی برنامه‌اش شکست خورده بود و خودش اکنون به هر پیشنهاد داده بود که حاضر است به مدینه برگردد. اما عبیدالله ابن زیاد به خاندان پیامبر کینه داشت. او اینک می‌خواست که این کینه را بر سر حسین و همراهانش خالی کند. می‌خواست که حسین و افراد خاندانش را به خواری در آن بیابان بکشد و زنان و بچه‌هایش را به مذلت بکشاند. یک طرف دیگر قضیه آن است که حسین نیز برای پیکار با یزید بیرون آمده بود. او آمده بود تا پس از آنکه عراق را گرفت به شام لشکر بکشد و یزید را از میان بردارد. چنانچه او عراق را تصرف می‌کرد، اجرای حکم الله درباره کارگزاران معاویه و اینک کارگزاران یزید که خونهای بسیاری از مسلمین را ریخته بودند مهمترین اقدامش بود و عبیدالله ابن زیاد یکی از همان کسان بود که میبایست حکم الله درباره‌اش به اجرا درآید. پس اگر درست به قضایا بنگریم، برنامه حسین نیز کشتن یزید و حامیانش بود، زیرا بی کشتن یزید و حامیانش نمیتوانست که شام و مصر و عراق و حجاز را ضمیمه حاکمیتی کند که قرار بود در کوفه تشکیل دهد. او آمده بود تا جهاد با یزید و پیروانش را آغاز کند، زیرا یزید و امویان خاندان او و هر که از آنها جانبداری می کرد گویا کافر و اولیای شیطان بودند و الله پیشترها فرمان فرستاده بود که با کافران و اولیای شیطان بجنگید و نابودشان کنید. حسین آمده بود تا کسانی که ستمگر و از دین بیرون شده میپنداشت را بکشد و دین جدش محمد رسول الله را زنده نگاه دارد. گویا تا وقتی که آن ستمگران بیدین شده زنده و در قدرت بودند، عربهای شام مسلمان نمی شدند. پس آنها می بایست که نابود شوند تا عربهای شام نیز مسلمان گردند. پیشترها نیز وقتی معاویه از فرمان علی بیرون شد و علی به قصد او لشکر آراست و جنگ صفین به راه افتاد، علی می گفت اگر من معاویه را نابود نکنم او اسلام را نابود خواهد کرد، زیرا معاویه دشمن اسلام است. ولی شگفت آن که هم کلیه اتهاماتی که علی بر معاویه وارد آورد را معاویه به خود او برگرداند و هم اکنون کلیه اتهاماتی که حسین به یزید وارد می آورد را عبیدالله ابن زیاد به حسین برگردانده بود. ریختن خون حسین در صورتی مجاز و مشروع می شد که کسانی که به پیکار او فرستاده شده بودند او را بیرون شده از اسلام و دشمن اسلام بشمارند. شگفت بازی است ستیز قدرت دو خاندان قریشی اموی و هاشمی از دودمان یک پدر به نام عبدمناف ابن قصی ابن کلاب، ستیزی که روزگاری آغازگرش هاشم و امیه بودند و پس از آن تداوم یافته بود تا به این زمان کشیده شده بود. عبیدالله مأموریت کشتن حسین را به عمر پسر سعد ابن ابی وقاص سپرد که یکی از سران قریش بود و به خاطر پیشینه نیکنامانه پدرش فاتح بزرگ قادسیه و فاتح تیزپون ساسانی نزد مردم کوفه از مردان خوشنام شمرده میشد. سعد ابن ابی وقاص تا زنده بود هیچگاه به معاویه روی خوش نشان نداد و هرگاه که به دمشق می رفت تا به خاطر آن که از مستمریش محروم نشود با معاویه دیدار کند، از شورش معاویه بر ضد علی یاد می کرد و معاویه را به خاطر آن که از راه غیر شرعی و بدون برگزاری رقابت انتخاباتی خلافت را به دست گرفته است نکوهش می کرد
که داستانش در کتاب‌های تاریخ آمده است. مثلا نوشتند که سعد در مجلس معاویه به او گفت: آیا تو به این وضعی که داری دلت خوش است؟ والله که من دلم نمیخواهد آنچه را تو به دست آورده ای به دست آورده بودم و به خاطرش یک شیشه خون بر زمین ریخته بودم. معاویه گفت: ولی من و عموزاده تو شیشه ها و شیشه ها و شیشه ها از خون ریختیم. سعد گفت: تو میدانستی که علی برحق‌تر از تو برای این امر است، ولی با او جنگیدی. معاویه گفت: چرا او برحق‌تر از من بود؟ سعد گفت: به خاطر پیشینه اش در اسلام و فضیلتش و به خاطر آن که پیامبر درباره اش گفته بود من کنت مولاه فعلی مولاه. معاویه گفت: هیچگاه در نظرم تا این اندازه کوچک نبوده ای که اکنون هستی. گفت: چرا؟ گفت: برای آن که اینها را می دانستی ولی از یاوری به او خودداری کردی و در خانه‌ات نشستی. سعد بن ابی وقاص که یکی از 10 یار برجسته پیامبر و یکی از 6 عضو شورای عمر بود، تا این زمان نزد عربهای کوفه همپایه عمر و علی شمرده میشد و امتیازی نیز بر علی داشت که راه خزش به درون عراق و ایران را او برای عربها فراهم آورده بود و عربهای عراق او را وسیله این همه نعمت و مکنت می دانستند که الله تعالی از عجمها گرفته به آنها داده بود که بندگان خودش بودند و در راه گسترش دین او شمشیر می زدند. عمر پسر سعد نیز هیچگاه به خدمت معاویه در نیامده و هیچ منصبی در زمان معاویه نیافته بود و همچون پدرش در مدینه دور از رخدادها زیسته بود و پس از پدرش از درآمد زمینهایی که پدرش برایش به ارث نهاده بود و از مستمری سالانه‌ای که معاویه برایش میفرستاد و البته بسیار کمتر از مستمری فرزندان علی بود روزگار می‌گذراند. عمر سعد اخیراً به شام رفته با یزید بیعت مجدد کرده بود و بهای این بیعت را از او دریافت کرده و به فرمانی که از او گرفته بود نامزد فرماندهی جهادگران دستبی و ری و مأمور لشکرکشی به منطقه شده بود و این در حکم فرمانداری ری بود. او به عراق آمده بود تا عبیدالله ابن زیاد فرمان یزید را اجرا کند و سپاه در اختیارش بگذارد تا به ری لشکر بکشد. وقتی خبر مرگ معاویه پخش شده بود، خیزش‌های ضد عربی در ایران به راه افتاده بود. ری تا این زمان از دست عربها بیرون شده بود و جهادگران عرب از پادگان بزرگ دستبی که کنترل کننده سرزمین‌های واقع در میان همدان تا ری بود به بیابانها تارانده شده بودند. عمر سعد آماده رفتن برای سرکوب خیزش ایرانیان بود که خبر نزدیک شدن حسین به کوفه رسید و عبیدالله ابن زیاد به او فرمود که سپاهیان کوفه را برداشته به پیکار حسین بشتابد و پس از یکسره کردن کار حسین به ری برود. عبیدالله می دانست که عمر سعد نزد مردم کوفه اعتباری دارد و شمار بسیاری از مردم کوفه آماده پیوستن به او برای نبرد با حسین خواهند شد. لذا او را مأمور نبرد با حسین کرد. او میدانست که وقتی مردم کوفه ببینند که کسی همچون پسر سعد بن ابی وقاص قصد کشتن حسین را دارد، دیگر کسی از سپاهیان او در کشتن حسین دودلی به خود راه نخواهد داد. عبیدالله در اینجا یک بازی بسیار چالاکانه و با تدبیرانه در انداخته بود. عمر سعد از عبیدالله تقاضا کرد که این مأموریت را به کس دیگری بسپارد. عبیدالله گفت: به کس دیگری خواهم سپرد به شرطی که تو نیز از ری
چشم بپوشی، یا برای پیکار با حسین می روی یا امیری ری را به ما بر می گردانی. عمر سعد اگرچه پیکار با حسین را بدنام کننده می دید و می دانست که اگر حسین به دست سپاهیان او کشته شود الله و پیامبر از او به خشم خواهند آمد و شاید پس از مرگش او را به شکنجهگاه جهنم بفرستند، ولی چون که اینک دادن امیری ری به او را عبیدالله ابن زیاد مشروط به از میان برداشتن حسین کرده بود، او پس از آنکه یک شبانه روز با ضمیرش کشمکش داشت سرانجام بر ضمیرش فائق آمد و به خودش قبولاند که اجرای فرمان امام است و او مأمور و معذور است و با یک لشکر 4000 نفری از کوفه حرکت کرد. نوشتند که او فردای روزی که حسین در کربلا فرود آمده بود وارد کربلا شد. عبیدالله ابن زیاد آن عده از سران قبایل که به حسین نامه نوشته او را به کوفه دعوت کرده بودند را با عمر سعد گسیل کرد تا در کشتن حسین شرکت دهد. لازم به توضیح نیست که او برای توبه دادن مخالفان امیرالمؤمنین یزید که امام زمان خودش و ولی امر مسلمین جهان شمرده میشد و به عبارت دیگر برای اثبات آنکه آنها پشیمانند و پشیمانی و توبهشان را در عمل به اثبات برسانند این کار را کرد. سران قبایل نیز برای آنکه به او ثابت کنند که هدفشان از دعوت از حسین همانا حصول امتیازهای اقتصادی بوده و اکنون که او نوید برطرف کردن بی‌عدالتی ها را به ایشان داده است رخ از حسین برخواهند گرداند، فرمانهایشان را بیچون و چرا اجرا کردند و سران شیعه همچون شبس ابن ربعی و اسما ابن خارجه و دیگران برای تشویق جهادگران قبایلشان به پیوستن به سپاه دست به کار شدند. عمر سعد چون در برابر اردوگاه حسین اردو زد بران شد که از راه مذاکره او را وادار به بیعت کند. او کسی را به نزد حسین فرستاد یا از او بپرسد که به چه منظوری به سوی کوفه به راه افتاده است. حسین پاسخ داد که مردم این شهر به من نامه نوشتند و مرا دعوت کردند. اکنون اگر خواهان من نیستند برخواهم گشت. عمر سعد عین این گفته ها را در نامه‌ای به عبیدالله ابن زیاد گزارش نوشت، به این امید که اکنون که حسین از آمدنش به کوفه ابراز پشیمانی می کند شاید عبیدالله به حسین اجازه دهد که به مدینه برگردد. ولی عبیدالله ابن زیاد به او فرمان نوشت که نگذارد که حسین به مدینه برگردد و او را زیر فشار بگذارد تا با یزید بیعت کند و تأکید کرد که اگر حسین بیعت کند آنگاه درباره‌اش تصمیم خواهم گرفت. نیز به او نوشته بود که راه دستیابی حسین به آب را بربندد تا تشنگی بر او فشار آورد و مجبور شده تسلیم گردد و بیعت کند. عمر ابن سعد فرمان عبیدالله ابن زیاد را به اجرا نهاد و حسین و یارانش را در محاصره گرفت و هر گونه حرکتی را از او سلب کرد. چون راه دستیابی به آب بسته شد و حسین دانست که یارانش را تشنگی از پا در خواهد آورد، توسط یکی یارانش به نام عمرو بن قرزه انصاری به عمر سعد پیغام داد که امشب با تو دیدار و مذاکره خواهم کرد. آن شب عمر سعد و حسین در نقطه‌ای میان دو اردوگاه ملاقات کردند و ساعتی با هم به گفتگو پرداختند. روز بعد عمر سعد جریان این دیدار را برای عبیدالله ابن زیاد گزارش نوشت. به او مشورت فرستاد که پذیرش پیشنهاد حسین هم به صلاح امت است
و هم خواسته تو را برآورده می کند. حسین 3 خواسته را مطرح کرده بود. شاید یکی مورد موافقت قرار گیرد و الله تعالی او را از این مخمسه برهاند. او تقاضا کرده بود که راهش را باز بگذارند تا به مدینه برگردد، یا اجازه دهند که به شام رود و با یزید دیدار کند و خودش با او به توافق برسد، یا بگذارند به جای دیگر در عربستان یا عراق منتقل شود و گوشه انزوا بگیرد و در میان دیگران همچون یکی از مردم معمولی به زندگی ادامه دهد. عبیدالله که در این هنگام در نخیله کنار کوفه اردو زده بود، درباره سفارش عمر سعد و پیشنهادهای حسین با سران سپاهش مشورت کرد. یکی از سران سپاهش به نام شمر زلجوشن گفت: اکنون که او به اینجا آمده و در اختیار تو است، اگر بیعت نکرده از اینجا برود، نشانه نیرومندی او و ضعف تو است. ضعف از خودت نشان مده و مجبورش کن که خود و یارانش به اطاعت تو درآیند. من شنیدم که حسین و عمر سعد شبها تا بامداد با هم می نشینند و به گپ زدن می پردازند. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیر حسین خنجی. فایل 8. AvoyaBook.com. عبیدالله توسط شمر ابن زلجوشن به عمر سعد نوشت: به حسین و یارانش تکلیف کن تا خود را در اختیار عبیدالله بگذارند. اگر پذیرفتند آنها را به کوفه بفرست و اگر نپذیرفتند با آنان وارد جنگ شو. و به شمر ابن زلجوشن گفت که اگر پسر سعد از کارزار با حسین خودداری کرد، سرش را ببر و برایم بفرست و خودت فرماندهی سپاه را تحویل بگیر و با حسین وارد کارزار شو. و به عمر سعد چنین نوشت: من تو را نفرستادم که برای حسین پادرمیانی کنی و از جنگیدن با او خودداری نمایی و نوید سلامت و ادامه زندگی به او بدهی. اگر او و یارانش حاضرند که تسلیم ما شوند، آنان را به نزد من بفرست تا دربارهشان تصمیم بگیرم، وگرنه با آنها بجنگ، همهشان را بکش، لاشه هایشان را پاره پاره کن که سزاوار همینند. فرمان من به تو این است که چون حسین را بکشی، لاشه‌اش را زیر سم اسپانت پاره پاره کنی، زیرا او از جماعت و خیشان بریده و با همگان قطع رابطه کرده و عاق شده و به خودش و دیگران ستم کرده است. من میدانم که هر کاری که با مرده بشود به او رنجی نخواهد رساند، ولی با خودم عهد کرده ام که چون او را کشتم با او چنین کنم. اگر به این فرمان گردن نهی، پاداش فرمانبران سخن شنو خواهی یافت، و اگر نخواهی که اطاعت کنی، استعفا بده و از ما و سپاه ما کناره بگیر و بگذار که شمر ابن زلجوشن این مأموریت را به سرانجام برساند، زیرا ما هرچه لازم بوده که انجام دهد را به او گفته ایم. شمر زلجوشن رئیس یک طایفه از قبایل بنی عامر بود و در قساوت و سنگدلی و در تهور و آمادگی برای تحریک پذیری شهرت داشت. او از شیعیان پیشین علی بود و در جنگ صفین پرچمدار یک گروه از پیکارگران بود. یکی از زنان علی از خانواده شمر بود و به خاطر آنکه 4 پسر برای علی آورده بود، یعنی عباس، عثمان، عبدالله و جعفر، علی لقب افتخاری ام البنین به او داده بود، یعنی مادر پسران. با دریافت فرمان تشرآمیز عبیدالله ابن زیاد، دیگر عمر سعد درنگ را جایز ندانست.
زیرا هر آن امکان داشت که این رقیب بدوی نورسیده فرماندهی را از او بگیرد و شرف پیروزی بر دشمن را به خود اختصاص دهد. کناره‌گیری از فرماندهی سپاه برای عمر سعد ناگوار بود و نمیخواست که فردا قبایل رقیب بر این کارش عیب بگیرند و بگویند که از جنگیدن ترسید و کناره گرفت. لذا وقتی شمر به او گفت که یا با حسین می جنگی یا فرماندهی را به من می سپاری، او پاسخ داد که با حسین خواهم جنگید. شاید او خبر شده بود که عبیدالله ابن زیاد به شمر فرمود که اگر دیدی که پسر سعد نمی خواهد که با حسین بجنگد، سرش از تن جدا کن و برایم بفرست. حسین که ناز پرورده خانه پیامبر بود و در عمرش جز تسلیم و تواضع و صلوات و سلام از هیچ مسلمانی نسبت به خودش نشنیده بود، انتظار نداشت که کسی در میان مسلمین وجود داشته باشد که جرأت کند با دخترزاده رسول الله و پسر فاطمه و گل سرسبد خانه پیامبر بجنگد یا قصد کشتن او کند. شاید در آن روزها تنها چیزی که انتظارش را نداشت این بود که یک مسلمانی در جهان در فکر کشتن او باشد، ولی اکنون میدید که مسئله بسیار هم جدی است. او یکی از یارانش را به نزد عمر سعد فرستاد تا درباره تصمیم نهایی عمر سعد جویا شود. عمر سعد همان پاسخ قبلی را برای او فرستاد که یا باید تسلیم شود تا او را به کوفه برده به عبیدالله ابن زیاد بسپارد، وگرنه او قصد جنگ دارد و در این امرش جدی است و از فرمان امیر سر نخواهد پیچید. حسین باز در پیامی که توسط برادرش عباس فرستاد از عمر سعد تقاضا کرد که امروز را به او مهلت دهد تا درباره پیشنهادها بیندیشد و تصمیم بگیرد. عمر سعد به او پاسخ فرستاد که بامداد فردا یا باید تسلیم شوی یا برای دفاع از خودت آماده باشی. حسین آن شب یاران کم شمارش را گرد آورد و به آنها گفت فردا نبردی سخت در پیش است و احتمال زنده ماندن در چنین نبرد نابرابری اندک است. هر کدام از شما با من پیمانی دارید که به نظر خودتان باید نسبت به آن پایبند باشید. اکنون من به شما اعلام می دارم که همه تان آزادید که بیعتتان را بگسلید و از من کناره بگیرید و به هر جا که مایل باشید بروید. از این لحظه به بعد شما با من هیچ عهد و پیمانی ندارید و کاملا آزادید. شب و تاریکی است و من به شما سفارش می کنم که از این تاریکی استفاده کنید و بیان که حیا راه را بر شما ببندد برخیزید و از اردوگاه بروید و افراد خاندان مرا نیز با خودتان ببرید. آنها قصد جان مرا دارند و به دیگران کاری ندارند. به پسران عمویش عقیل نیز گفت من به شما اجازه می دهم که از اینجا بروید. برادرتان مسلم در این راه کشته شده است و بس است. شما بروید و زنده بمانید. اینها گفتند اگر ما تو را رها کرده برویم به مردم چه پاسخی بدهیم؟ فردا مردم خواهند گفت که اینها بودند که بزرگ خاندان و عموزادگان خیش را رها کردند و حاضر نشدند که در کنار آنها و در دفاع از آنها یک تیر از چله رها کنند و یک شمشیری برکشند. از تو جدا نخواهیم شد و با تو خواهیم بود و جانمان را فدای تو خواهیم کرد. هیچ کدام از افراد خاندان علی حاضر نبودند که حسین را رها کنند و ننگ رها کردن او را با خودشان ببرند. بعدها علی ابن حسین زین العابدین به یاد می آورد که آن شب عمه‌ام زینب نزدم بود و از من که بیمار بودم پرستاری می کرد. پدرم را دیدم که چند تن از یارانش در کنارش بودند و دست به شمشیرش می کشید و می گفت ای دنیا داد از تو که نمیدانم چگونه یاری هستی. هر بام و شام دستت را به خون خواستگارانت می آلایی
و هیچگاه راضی نمیشوی که دست از این کار بداری. حقا که الله هرچه اراده کند همان می شود و حقا که هر انسان زنده‌ای باید این راه مشخص را طی کند. پدرم 2-3 بار این ابیات را تکرار کرد و من فهمیدم که منظورش چیست و اشک راه گلویم را گرفت. البته بغض، ولی خودداری کردم. دیگر می دانستم که بلا در حال فرود آمدن است. عمه‌ام زینب نیز اینها را شنید. او زن بود و زنان نازک دلند و نتوانست که خویشتن‌داری کند و برخاست و برهنه سر و جامه کشان به نزد پدرم رفته شیون کنان گفت: واویلا که مادرم بی پسر شد. کاش پیش از اینها مرده بودم و چون این روزی را نمی دیدم. امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن نابود شدند. ای که جانشین رفتگان و امید و آرام دل بازماندگان بودی، ابا عبدالله خودت را به کشتن دادی، قربانت شوم. پدرم بغض گلویش را فرو خورد و در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود گفت: اگر مرغ شباهنگ را به حال خود رها می کردند دمی آرام می گرفت. زینب شیون برآورده تپانچه بر سر و چهره خودش زد و گریبان خود را گرفته کشید و از شدت شیون و فریاد بر زمین افتاد و از هوش رفت. پدرم آب طلبید و آب به چهره او زد و به هوشش آورد و گفت: خواهرم بردبار باش. همه مردمی که روی زمینند رفتنی اند و آنها که در آسمانند نیز فنا شدنی اند. جز الله هیچ کس باقی نخواهد ماند. پدرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود و رسول الله از همه ما و آنها بهتر بود. آنها رفتند، ما هم رفتنی. خواهرم تو را سوگند می دهم که بر مرگ من گریبانت را ندری و چهره‌ات را نخراشی و بر من شیون نکنی. و او را آورده نزد من نشاند. سپس به یارانش بانگ زد که خیمه ها را به هم بچسبانند و طناب ها را در هم بگذرانند تا در برابر دستاندازی دشمن دفاع بیشتری داشته باشد. حسین و یارانش آن شب را به نماز و دعا و لابه به درگاه الله گذراندند. او در نمازش این آیه قرآن را به بانگ بلند می‌خواند: کسانی که کفر ورزیده اند مپندارند که مهلتی که به آنان می‌دهیم برایشان بهتر است. به ایشان مهلت می‌دهیم تا بیش از پیش بر گناهانشان بیفزایند و شکنجه‌ای دردناک به آنها برسد. چون این نیست که مؤمنان را الله به وضعی که شما دارید رها کند و پاکان را از ناپاکان متمایز ننماید. آل عمران 178-179. یکی از کوفیان که نزدیک چادرهای حسین گشت میداد به حسین بانگ زد که به خدای کعبه سوگند میخورم که این پاکان که در قرآن به آنها اشاره شده است ماییم و ناپاکان نیز شمایید و ما را الله از شما متمایز نموده است. بامداد فردا که 10 محرم سال 61 هجری 21 مهر ماه 59 خورشیدی بود، حسین یاران اندکش را در برابر صف چند هزار مردی سپاهیان عمر سعد سفارایی کرد. 32 سوار و 40 پیاده با او بودند که جز چند تنشان بقیه از خانواده خودش و نیز نوکران و غلامانش بودند. او می‌دانست که یک جمع کوچک که هیچگاه در هیچ جنگی شرکت نکرده و بیشترشان نازپروردگان خاندان علوی اند که همواره در میان غلامان و کنیزان حاضر به خدمت در ناز نعمت و آرامش و خوشی زیستند، توان جنگیدن با سپاه منظم و جنگ آزموده چند هزاری را ندارند. خود او نیز تجربه‌ای در پیکار و جهاد نداشت
و هیچگاه در هیچ کدام از لشکرکشی‌ها و کشورگشایی جهادگران عراق و شام شرکت نکرده بود. او روزی که از مکه بیرون آمده بود فکر هم نکرده بود که شاید مجبور به جنگیدن شود یا کسی حاضر به جنگیدن با فرزند رسول الله و نور چشم فاطمه گردد. ولی عبیدالله ابن زیاد که تصمیم جدی به نابود کردن او گرفته بود هیچ راهی جز جنگیدن برایش نگذاشته بود. او یا می بایست که خود و خاندانش تسلیم عبیدالله ابن زیاد می شدند و ننگ دائمی را برای خاندانش می خرید یا تن به کشته شدن می داد و نیکنامی برای خودش و خاندانش باقی می گذاشت. او وقتی می‌خواست که از مکه به راه افتد به همه کسانی که به او نصیحت کرده بودند که به نوید کوفیان دل نبندد و خودش را به کشتن ندهد بی‌توجهی نموده بود و اینک چاره‌ای جز این نداشت که در راهی که برای خودش برگزیده بود تا آخر به پیش برود. او میان ننگ تسلیم شدن به مرد بیریشه و بیخاندانی همچون ابن مرجانه و فخر کشته شدن در جنگ دومی را برگزید. با شناخت دقیقی که از روحیه و فرهنگ عربی داریم که به زیر بار نمی رفت و مرگ را بر زیر بار رفتن و ننگ را برای خود و خاندانش خریدن ترجیح می داد. می دانیم که هر شخصیت عرب دیگر در وضع و موقعیت او قرار گرفته بود همین راهی را برمیگزید که او برگزید. مختار ثقفی چند سال پس از او در پیکار با مصعب ابن زبیر همین راه را برگزید. چندی بعد مصعب در نبرد با عبدالملک مروان همین راه را برگزید و به دنبال او برادرش عبدالله زبیر در نبرد با حجاج ثقفی این راه را برگزید. نوشتند که جوانی از خانواده شمر ذوالجوشن نزد عمر سعد وساطت کرد که اجازه دهد تا به پسران عمه‌اش ام البنین، عباس، عثمان، عبدالله و جعفر پسران علی زنهار بدهد و با خودش ببرد تا از کشته شدن برهند. عمر سعد به او این اجازه را داد و او به آنها بانگ زد که امیر به شما زینهار داده است. ولی آنها به او دشنام دادند و گفتند الله به تو و به زینهارت لعنت کناد. تو اگر دایی ما هستی چگونه به ما زینهار میدهی ولی پسر پیامبر امان و زینهار ندارد؟ به فرمان حسین در پشت چاله‌ای که پشت چادرها کنده شده بود هیزم پراکندند تا اگر دشمن بخواهد که از پشت به چادرها حمله کند در هیزم آتش افروزند و راه دستیابی دشمن به زنان و کودکان بربسته باشد. او اگرچه می‌دانست که این یک تلاش بیهوده است ولی می‌خواست که به زنان و بچه‌های هراس زده قوت قلبی داده باشد. او گرچه سپاه نداشت ولی آرایش جنگی داده و پرچم را به دست برادرش عباس داد و مردان اندک شمار خیش را در پشت او به صف کرد. آن چند تن از عربها که با او مانده بودند با یقین به این که مردن در کنار حسین آنها را همراه او به بهشت خواهد برد خودشان را برای کشته شدن آماده کرده بودند. از داستانهایی که درباره این بامدادان روایت کرده اند آن که یکی از یاران حسین با دیگری سر شوخی باز کرد که حوران بهشتی همکنون برایمان آماده شده اند، دیگری گفت از شوخی دست بردار که چون این جایی هنگام شوخی و خنده نیست. مرد گفت همه می‌دانند که من نه در جوانی و نه در پیری هیچگاه سخن لغو بر زبان نآوردم. من راست میگویم ما تا ساعتی دیگر به حوران بهشتی خواهیم رسید و باید خودمان را برای آنها آماده کنیم. فاصله ما با حوران همین قدر است که این دشمنان به ما حمله ور شوند. این داستان که با مبالغه ای نیز همراه است
و از نور مالیدن حسین و آماده شدنش برای در آغوش گرفتن حوران بهشتی خبر می‌دهد، یکی از غلامان زنده مانده حسین باز گفته است. بیشتر روایت‌های کربلا را غلامان یا بچه‌ها بعدها بازگویی کردند. برخی از گزارش‌ها را نیز مردان سپاه عمر سعد بازگویی کردند. همه گزارش‌ها از زبان شاهدان عینی است که بعدها برای کسانی باز گفتند که می‌پرسیده و برای خودشان یادداشت می‌کردند. به یاد آورید که من کیستم و نسب از چه خاندانی میبرم. اندکی بیندیشید، بنگرید آیا حق دارید که مرا بکشید و حرمت مرا بشکنید؟ آیا من پسر دختر پیامبر و پسر پسر عموی پیامبر و پسر وصی پیامبر نیستم؟ آیا پسر کسی نیستم که نخستین ایمان آورنده به الله و نخستین تصدیق کننده رسالت پیامبر بود؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نبود؟ آیا جعفر طیار ذوالجناحین پسر عموی من نبود؟ آیا نشنیده اید که پیامبر درباره من و برادرم گفته که این دوتا سروران جوانان اهل بهشتند؟ حتما می‌دانید که راست می‌گویم و چنین هم هست، زیرا من با علم به این که الله دروغگویان را دشمن می‌دارد هیچگاه دروغی نگفتم. اگر در سخنانم شک دارید، کسانی هستند که می‌دانند اینها که گفتم راست است. از آنها بپرسید تا به شما بگویند. از جابر ابن عبدالله انصاری بپرسید، از ابو سعید خدری بپرسید، از سهل ابن سعد ساعدی بپرسید، از زید ابن ارقم بپرسید، از انس ابن مالک بپرسید. آنها به شما خواهند گفت که اینها را می‌دانند و سخن پیامبر درباره من و برادرم را شنیدند. آیا دانستن اینها کافی نیست که شما را از کشتن من و ریختن خون من باز دارد؟ آیا شما تردید دارید که من پسر دختر پیامبر شمایم؟ والله که از شرق تا غرب بر روی زمین بجز من هیچ کس دیگر پسر دختر پیامبر شما نیست. من و تنها منم که پسر دختر پیامبر شمایم. از من چه می‌خواهید؟ آیا کسی از شما را کشتم تا از من خواهان قصاص خونش باشید؟ آیا مالی از شما زورگیری کردم تا از من طلبکارش باشید؟ آیا بر کسی از شما زخمی زدم تا خواهان قصاصش باشید؟ ای شبس ابن ربعی، ای حجار ابن ابجر، ای قیس ابن اشعث، یزید ابن حارس، مگر شما نبودید که به من نوشتید که میوه ها رسیده و هنگام برچیدنشان است؟ مگر شما نبودید که به من نوشتید که بشتاب که سپاهت سلاح برگرفته و آماده پیکارند؟ ای مردم، اگر از من بیزارید بگذارید تا راه خیش بگیرم و برگردم، یا به جایی در زمین الله بروم و در امان بزیم. شمر برای آن که سخنان حسین را بی اثر کند خطاب به سپاهیانش گفت: این مرد الله را برای مطلب خودش میپرستد و نمیداند که چه میگوید. مردانی که حسین نامهاشان را در اینجا یاد کرد و گفت که به او نامه نوشتند از سران شیعیان کوفه بودند، ولی آنها به بانگ بلند گفتند که هیچگاه او را به کوفه دعوت نکردند. حسین خرجینی که نامه ها در آن بود را آورد و تومارها را جلو آنها بر زمین ریخت و گفت: اگر شما ننوشته اید پس اینها را چه کسانی نوشته و فرستادند؟ این امضاها را چه کسانی کردند؟ قیس ابن اشعث کندی برادر زن امام حسن به حسین بانگ زد و گفت: بیا و تسلیم خواسته پسر عمویت عبیدالله شو تا برهی. حسین به او گفت: تو برادر همان مردی هستی
یعنی محمد ابن اشعث، که مسلم ابن عقیل را به کشتن داد. آیا می‌خواهی که مرا هم به کشتن دهی تا بنی هاشم از خاندان تو 2 خون طلبکار شوند؟ من دستم را همچون فرومایه ها در دست اینها نخواهم نهاد و همچون بردگان اقرار به بردگی نخواهم کرد. حسین که خیشتن را فخر خاندان رسول الله و بنی هاشم می‌دانست و از شجره‌ای برآمده بود که از نظر حسب و نسب در نظر هر که مسلمان بود شریفترین انسان روی زمین شمرده میشد، چگونه میتوانست به گفته خودش تن به مذلت دهد و خود را مانند بردگان تسلیم کسانی کند که از حیث خاندان و شخصیت نه تنها همپایه او نبودند بلکه بسیار دونپایه تر از او بودند؟ او چگونه میتوانست تسلیم مردی همچون عبیدالله ابن زیاد شود که به علم همه عربها پدرش زنازاده و خودش نیز زنازاده بود و نه تنها هیچ ریشه‌ای در قبایل عرب نداشت بلکه خون عرب نیز در رگهایش جاری نبود؟ برخی از یاران حسین کوشیدند که کوفیان را متوجه شخصیت و مقام حسین کنند، ولی تلاشهاشان بیهوده رفت. کوفیان به درستی متوجه بودند که حسین آینده‌ای ندارد و امتیازات و امکانات اقتصادی در دست عبیدالله ابن زیاد است. آنها می‌دانستند که اطاعت از عبیدالله برای آنها زندگی مرفه و پردرآمد و امکانات بسیار به همراه خواهد داشت. از این رو جانانه از عمر سعد حمایت می کردند و به سخنان حسین و یارانش توجهی نمی نمودند. آنها حسین را به کوفه دعوت کرده بودند تا وسیله دستیابی به خواسته هاشان شود. اکنون که عبیدالله ابن زیاد به آنها نوید داده بود که در سیاست دولت اموی تجدید نظر خواهد شد و منافع اینها به دلخواهشان تأمین خواهد گردید، همان شیعیان دیروز حسین تیغ برکشیده در برابرش ایستاده بودند. یکی از یاران حسین به کوفیان بانگ زده نصیحت کرد که دستشان را آلوده به خون حسین نکنند و به کنار بکشند و بگذارند تا او مسئله اش را خودش با عموزاده اش یزید حل و فصل کند. او به کوفیان گفت: یزید اگر شما حسین را نکشید نیز چون که در فرمانید از شما خشنود است. ولی این مرد را شمر ذوالجوشن با دشنام هایی که به او داد و تیری که به او افکند به سکوت کشانید. در سپاه کوفه تنها حر ابن یزید مایل نبود که در ریخته شدن خون حسین شرکت داشته باشد، گرچه او پیش از آن به فرمان عبیدالله ابن زیاد گردن نهاد و حسین را به بیابان کشانده و نگاه داشته بود تا فرمان عبیدالله برسد. وقتی فهمید که عمر سعد قصد کشتن حسین را دارد، بر آن شد که کناره بگیرد. او لحظاتی پیش از آغاز نبرد بر جدال روحیش فائق آمد و تصمیم نهایی را گرفت. او از عمر سعد پرسید که آیا واقعاً قصد نبرد با حسین را داری؟ و عمر سعد پاسخ داد که آری، چنان نبردی خواهد بود که سرها را بر زمین خواهد افکند و لاشه ها را زیر سم اسبان پاره پاره خواهد کرد. حر ابن یزید در وضعی نبود که بتواند جلو جنگ را بگیرد، ولی کاری که میتوانست انجام دهد آن بود که در فرصتی از سپاه عمر سعد کناره گیرد و اکنون که با مخالفت با کشتن حسین پای کشته شدن خود او به میان خواهد آمد، در کنار حسین کشته شود. بهترین تصمیمی که میتوانست بگیرد آن بود که خودش را به حسین برساند و طبق عقیده‌ای که داشت بر دست او توبه کند و از او دفاع نماید. او در یک لحظه مناسب به بهانه این که میخواهد به حسین حمله کند به او نزدیک شد، خود را به پای او افکند و گفت: من همانم که مانع بازگشت تو به مدینه شدم و تو را
به این مکان آوردم. سوگند به الله که من گمان نمی کردم که پیشنهادهای تو را نپذیرند و تو را به چنین وضعی برسانند. اکنون به نزد تو آمدم تا توبه کنم و در کنار تو جان بفشانم. آیا اگر چنین کنم الله توبه ام را خواهد پذیرفت؟ حسین پرسید نامت چیست؟ گفت حر بن یزید. حسین گفت مادرت نام با مسمایی برایت برگزیده است. تو در دنیا و آخرت آزاده ای. حر پس از پیوستن به حسین رو به کوفیان کرد و گفت حسین پیشنهادهای درستی به شما کرد. شما میبایست که یکی از آنها را میپذیرفتید تا گرفتار جنگ با او نشوید. ای مردم کوفه، این شما بودید که او را به شهرتان دعوت کردید. پس چرا اکنون که بنا به دعوت شما به اینجا کشانده شده است او را تسلیم دشمن میکنید؟ مگر شما نبودید که به او وعده دادید که جانتان را در راه او فدا کنید؟ آیا درست است که اکنون رو در روی او باشید و او را به کشتن دهید؟ آیا درست است که پس از آن همه عهد و پیمان اکنون او را محصور کرده اید و نمیگذارید که به جایی برود تا در امان بزید و خانواده‌اش در امان باشند؟ آیا درست است که او را به وضعیتی رسانده اید که همچون اسیر دست و پا بسته است و اختیاری از خودش ندارد؟ آیا درست است که آب فرات را که یهود و گبر و ترسا از آن می نوشند و گرازان و سگان عراق در آن می غلطند بر او و خانواده‌اش بسته اید و بچه هایشان از تشنگی به جان آمدند؟ شما بدترین رفتار را با دودمان محمد کرده اید. اگر دست از رفتار نادرستتان بر ندارید و توبه نکنید الله در روز قیامت و در هنگام تشنگی قیامت شما را از آب محروم خواهد داشت. تنها پاسخ کوفیان به سخنان حر آن بود که برخی بر او تیر افکندند و او مجبور شد که به کنار حسین برود تا از تیرها در امان باشد، زیرا هنوز کسی به خودش جرأت نمیداد که تیر به حسین اندازد. به هر حال جنگ آغاز شد. نبردها در آغاز به رسم دیرینه عربها تن به تن و در میان مردانی بود که یکدیگر را می شناختند و همتای هم می دانستند. اگرچه انگشت شماری از یاران حسین از بیرون خاندان و وابستگان خودش بودند، ولی همین اندک نیز در سپاهیان عمر سعد خیشانی داشتند، چنان که عمرو بن قرزه با حسین بود و برادرش علی با عمر سعد. بیشتر سرکردگانی که همراه عمر سعد بودند را حسین با نام و نشانشان می شناخت و آنها نیز حسین را، و از پیروان پیشین پدر و برادرش بودند و خودشان او را به کوفه دعوت کرده به او قول مساعدت و یاوری داده بودند. علی ابن قرزه به حسین بانگ زد و گفت ای حسین، ای کذاب ابن کذاب، برادرم را از راه به در برده ای و فریفته به کشتنگاه کشانده ای. حسین گفت الله برادرت را نه گمراه بلکه هدایت کرده و تو را گمراه کرده است. پاسخ داد الله مرا بکشد اگر تو را نکشم. سپس به حسین تاخت و مردی به نام نافع ابن هلال مرادی از یاران حسین راه بر او بسته با او درگیر شد و زخمی کردش و او را یارانش نجات داده به میان سپاه برگرداندند. مردی کوفیان را به کشتن حسین تشویق کرد و گفت ای مردم کوفه، استوار باشید و همبستگیتان را حفظ کنید و در کشتن کسانی که از دین به در شده و با امام به مخالفت و پیکار برخاستند تردید به خود راه مدهید. حسین که او را می شناخت گفت ای عمرو بن حجاج، آیا مردم را بر ضد کسی چون من برمی آغالی؟ آیا ما از دین بیرون شده ایم و شما بر دین استوار مانده اید؟
والله که وقتی جانتان برآید و بر این حالتان بمیرید خواهید دانست که کداممان از دین بیرون شده ایم و به آتش جهنم در خواهیم افتاد. چون که در نبرد تن به تن حسینیان بر یزیدیان دست برتر را داشتند، زیرا اینان برای جان می جنگیدند و آنان برای خوشنودی عبیدالله ابن زیاد. یکی از دلیران کوفه بانگ زد که احمقها، آیا می دانید که طرف مقابلتان چه کسانی اند؟ اینها جانشان را مایه می گذارند و نبرد تن به تن با آنها به زیانتان است. والله که اگر شما با این جمع بزرگی که دارید به آنها سنگریزه پرتاب کنید، همهشان را زیر سنگریزه هاتان مدفون خواهید کرد. با شنیدن این گفته ها عمر سعد سپاهیانش را از نبرد تن به تن باز داشت و فرمان حمله دست جمعی صادر شد. یاران حسین جانانه نبرد می کردند، ولی شمارشان ناچیز بود و راهی جز کشته شدن در پیش نداشتند. آنها از همه سو مورد حمله بودند و مجبور بودند که در چندین جانب از خودشان دفاع کنند. با این حال سوارکاران حسین که 32 تن بودند، در هر حمله‌ای که می بردند سپاه دشمن را متزلزل می کردند و تیراندازان پیاده او با پیکانهاشان مردان دشمن را بر زمین می انداختند. چند صد تیرانداز در پیرامون حسین و یارانش شروع به تیراندازی کردند و همه اسبان سوارکاران حسین را از پای درآوردند. از آن پس یاران حسین پیاده به دفاع ادامه دادند. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیر حسین خنجی. فایل 9. آوایبود.com. تا نیمه های روز کسی از یاران حسین کشته نشده بود. نخستین کسان از یاران حسین که با تیرهای یزیدیان از پا در آمدند، یکی مردی به نام مسلم ابن اوسجه اسدی و دیگری مردی از بنی کلاب از طایفه شمر بود. این دومی که در بیابان نزدیک کربلا چادر زده بود، چند روزی پیش از این با زنش به حسین پیوسته بود و در این روز در راه حسین به کشتن رفت. زن این مرد با دیدن این که شوهرش بر خاک و خون غلتید، از خیمه بیرون شده خودش را به لاشه شوهرش رساند و در کنار سرش نشسته خاک از سر در خون غلتیده اش میزدود و میگفت بهشت بر تو مبارک باد. شمر به یکی از نوکرانش که نامش را رستم نوشته‌اند گفت برو و سرش را با گرز بکوب. رستم رفت و با گرزش بر سر زن کوفت و او را کشت. می توان تصور کرد که این جوان ایرانی که چه بسا عربها پدر و مادرش را کشته و خود و خواهران و برادرانش را به بردگی برده بودند، همواره خواهان فرصتی برای عرب کشی بود و در چنان لحظاتی فرصت را غنیمت شمرده است. اگر زنکشی برای خود عربها ننگ شمرده میشد، چون این آزادگان به غلامی افتاده و تحقیر شده و مذلت دیده‌ای که دلی پرکینه نسبت به عرب داشتند، آماده بودند که هر عربی حتی اگر دختر بچه یا پیرزن باشد را بکشند و دلشان را خنک کنند. عمر سعد فرمود تا در خیمه های حسین آتش افکنند. یکی از یاران حسین با شنیدن این بانگ هراس زده به حسین گفت اکنون چه کنیم؟ حسین گفت بگذار تا بسوزانند، زیرا همه چیز می سوزد و آنها نمی توانند چیزی را به غنیمت ببرند. از آن گذشته همین آتش که در خیمه ها افکنند برای ما حمایتی خواهد بود،
زیرا نخواهند توانست که از پشت سر به ما حمله کنند. شمر رفت که خیمه ها را به آتش بکشد. زنان و بچه ها از درون خیمه ها شیون برآوردند. حسین بر سر شمر فریاد زد و گفت: چرا می‌خواهی که در خیمه ها آتش افکنی و زن و کودک را بسوزانی؟ شبس ابن ربعی نیز شمر را سرزنش کرد که سوزاندن زن و بچه نه کار مردان است. حسین به بانگ بلند خطاب به عمر سعد بیان که از اون نام ببرد گفت: اگر دین ندارید دست کم آزاده باشید و مگذارید که سفیهان در خیمه های ما آتش افکنند و زنان و کودکان را به آتش بکشند. عمر سعد با این بانگ بر سر غیرت آمد و مانع آتش زدن خیمه ها شد. نوشتند که چون هنگام نماز رسید، حسین از عمر سعد تقاضا کرد که نبرد را متوقف کنند تا نماز برگزار شود. یکی از یزیدیان به حسین بانگ زد که نماز شما را الله نمیپذیرد. حبیب ابن مظاهر که آن مرد را میشناخت به او بانگ زد و گفت: عجب سخنی میگویی که میپنداری الله نمازخرانی چون تو را میپذیرد، ولی نماز افراد خاندان رسول الله را نمیپذیرد. یاران حسین به رغم شهامت‌های بیمانندی که از خود نشان میدادند، یکی یکی بر زمین افکنده میشدند و به همراه گذشت دقیقه ها و نه ساعت ها از شمارشان کاسته میشد و حسین تنها تر میماند. چون یاران حسین همه به کشتن رفتند، نوبت افراد خانواده‌اش رسید. علی اکبر پسر حسین در حمله‌ای که به دشمنان برد کشته شد و کوفیان که می‌دانستند او پسر بزرگ حسین است با نیزه هاشان پاره پاره‌اش کردند. چون علی اکبر کشته شد، حسین گفت: مردمی که پسر مرا کشتند را الله نابود کناد. اینها چه جرأتی بر هتک حرمت خاندان رسول الله دارند. پسرم، دنیا پس از تو لذتی ندارد. وقتی جسد علی اکبر را به نیزه ها پاره پاره رها کردند، زینب شیون کنان از خیمه بیرون شد، به سویش رفت و خود را بر رویش افکند. حسین آمد و او را بلند کرده برگرداند. جسد پاره پاره را برداشته به خیمه‌گاه بردند. یکی از مردان عمر سعد بعدها به یاد می آورد که نوجوانی به تاخت بر ما حمله ور شد که چهرهش همچون قرص ماه بود و شمشیری در دست داشت و پیراهنی بر تن. بند لنگه چپ نعلینش پاره شده بود. عمرو بن سعد ازدی گفت: او را خواهم کشت. گفتم: سبحان الله، این همه که کشته ایم بس نیست تا چنین کودکی را نیز بکشیم؟ گفت: او را خواهم کشت. و به سویش رفته شمشیر بر سرش زد و او را بر زمین افکند. نوجوان با چهره بر زمین افتاده شیون برآورد: عمو جان. حسین چونان عقاب خشمگین بر سر عمرو ازدی تاخت و سوارانی برای حمایت از عمرو شتافتند، ولی این سواران چندان بودند که به یک باره تاختند و ندانستند که چه می کنند و عمرو در زیر دست و پای اسپانشان ماند و له شد. این مرد گفته: من به چشم خودم دیدم که آن نوجوان بر زمین افتاده پاهایش را بر زمین می کشید و حسین بر بالای سرش ایستاده بود و می گفت: الله نابود کناد مردمی که تو را کشتند. الله نابود کناد کسانی که جد تو روز قیامت خصمشان خواهد بود. بدا به حال عمویت که تو از او مدد طلبیدی و نتوانست که به فریادت برسد. پس از آن حسین او را در بغل گرفت، برد و در کنار علی اکبر انداخت. از کسانی پرسیدم که این نوجوان کیست؟ گفتند: این قاسم پسر حسن است. پس از آن که همه یاران و مدافعان حسین کشته شدند، کسی به خود جرأت نمیداد که به فرزند فاطمه دختر پیامبر بتازد و او را بکشد.
حسین گرچه تنها مانده بود و دیگر هیچ یاوری نداشت، ساعتها زنده بود و سپاهیان کوفه تماشاگر حال نزارش بودند. هر بار که شمر به سپاهیان می گفت حمله کنید، پاسخ می شنید که چرا خودت حمله نمی کنی؟ هر کدام این وظیفه را به دیگری محول می کرد و در خود این شهامت را سراغ نداشت که دخترزاده پیامبر را بکشد. تشنگی بر حسین زورآور شد. برای برگرفتن آب به سوی رودخانه رفت. مردی پیکانی بر او افکند و پیکان بر دهانش نشست و خون از آن فوران کرد. حسین خون را در مشتش گرفته به آسمان پرتاب کرد و گفت: اللهم از شمارشان بکاه و ایشان را در پریشانی و درماندگی بمیران و هیچ کدامشان را بر زمین باقی مگذار. او سپس شمشیرش را در زمین فرو کرده دستش را به آن گرفته نشست. دسته ای احاطه‌اش کردند. او که بر زمین نشسته بود، همین که شمشیر به آنها حواله می کرد پراکنده می شدند. باز دسته ای او را احاطه می کردند و این حالت 1-2 ساعت ادامه داشت. مردی از قبیله کنده به نام مالک ابن نصیر به او تاخت و شمشیر بر سرش زد و سرش را اندکی شکافت، ولی ضربتش کاری نشد. او عبای حسین را برگرفته با خود برد و حسین را به حال خود وانهاد. حسین به او نفرین کرده گفت: پاداش نیکو نبینی، الله تو را با ستمکاران محشور کناد. بچه‌ای در این حالت خودش را به حسین رساند. مردی می‌خواست که شمشیرش را بر سر حسین فرود آورد. بچه خودش را در میان او و حسین قرار داد و به مرد دشنام داد و گفت: می‌خواهی که عموی مرا بکشی؟ مرد شمشیر بر حسین کشید. بچه که نمی‌دانست چه کند دست بلند کرد که شمشیر را بگیرد. شمشیر مرد به کتف بچه خورد و دستش از تن جدا شده آویزان ماند. بچه فریاد برآورد: مادر، مادر! حسین او را به خودش نزدیک کرد و در آغوش گرفته نوازش نمود. یکی از کوفیان بعدها به یاد می آورد که پسرکی که پیراهن و لانگیته‌ای بر تن و 2 گوشواره زیبا در گوش داشت، با یک چوب دستی در حالتی پریشان و هراسان از خیمگاه بیرون شده قصد کوفیان کرد. مردی به سویش رفته از اسب پایین آمد و بچه را به یک ضربت شمشیر زد و 2 پاره کرد. حسین لباس رزم با خودش نیاورده بود و رختش ازار و ردا و نعلین بود. چون کشته شدنش یقینی شد، اهل خانه‌اش به او توصیه کردند که زیر لانگیته‌اش تنبان بپوشد. او گفت: تنبان رخت مذلت است و پوشیدنش شایسته کسی چون من نیست. تنبان که شلوارک کوتاه یا شورت است، از جمله رختهای ایرانیان بود. ایرانیان در آن زمان نیمه بردگان عربها شمرده می شدند و به نظر عربان مردمی به مذلت افتاده بودند و عزتی نداشتند. رسم و عادت و پوشش ایرانیان به نظر عربها به قومی ذلیل شده و بی ریشه و قبیله تعلق داشت. شاید به این سبب بود که حسین در آخرین لحظات زندگیش نیز حاضر نبود که رختی بر تن کند که به عقیده او از آن یک قوم ذلیل و بیدین بود. حسین با دهان خونین و سر خونین بر زمین نشسته بود و او را دشمنان احاطه کرده بودند. انگار می‌خواستند که او را زجرکش کنند. مردی بعدها به یاد می آورد که زینب را دیدم که از خیمگاه بیرون آمد و گوشواره‌هایش از 2 گوشش بر دوشهایش آویزان بود و نوسان می کرد و شیون کنان گفت: ای کاش آسمان بر زمین می افتاد. آنگاه رو به عمر سعد کرد که در کنار حسین ایستاده بود و گفت: ابو عبدالله،
آیا راضی میشوی که ابا عبدالله را در جلو چشمان تو بکشند؟ و دیدم که اشک از دیدگان عمر سعد جاری شد و بیان که پاسخی به زینب بدهد رویش را از او برگرداند. سرانجام با نهیبی که شمر زلجوشن برآورد چندین تن همدستانه با شمشیر و نیزه بر حسین تاختند. حسین بر زمین افتاد، سرش را از تن جدا کردند و جامه هایش را برگرفتند و تنش را با نیزه هاشان پاره پاره کردند. سپس خیمگاه او مورد دستبرد دست جمعی قرار گرفت و همه آنچه در خیمه ها بود به غنیمت برده شد. یکی از مردان سپاه عمر سعد بعدها به یاد می آورد که حتی جامه هایی که بر تن زنان و دختران بود نیز از تنشان بر می کشیدند و می بردند و برای برگرفتن جامه از تن زن به او حمله می کردند. زن از خودش دفاع می کرد و جامه از تنش بر می گرفتند و برهنه رهایش می کردند. در کربلا علاوه بر حسین 19 نرینه خاندان علی به کشتن رفتند. ابوبکر و عثمان و عباس و جعفر و محمد و عبدالله پسران علی، علی اکبر و علی اصغر و عبدالله پسران حسین، ابوبکر و عبدالله و قاسم پسران حسن و از برادرزادگان علی 2 پسر عبدالله جعفر، 3 پسر عقیل و 2 کودک مسلم ابن عقیل. تنها بازمانده اولاد حسین یکی پسرش علی اوسط یا همان زین العابدین بود که بیمار و بستری بود و دیگری بچه 4 ساله اش عمر. چون خیمگاه به دست سپاه کوفه افتاد، شمر بران شد که علی اوسط را نیز بکشد، ولی کسانی مانع این کار شده گفتند این بچه است و بیمار و خودش خواهد مرد، تو دستت را به خون یک بچه بیمار آلوده مکن. همه شخصیت هایی که در کشتن حسین شرکت داشتند و نامشان را اهل تاریخ برای ما آوردند از سران قبایل شیعه بودند. در میان شخصیت هایی که به پیکار حسین فرستاده شده بودند، حر ابن یزید ریاحی شیعه نبود. افراد خاندان و طایفه اش نیز شیعه نبودند، ولی او به خلاف شیعیان از شرکت کردن در کشتن حسین خودداری ورزید و به حسین پیوست و در کنار او نبرد کرد و کشته شد. حسین را شیعیان پدرش و شیعیان پیشین خودش کشتند. او را همان کسانی کشتند که تا پیش از این به آنها اعتماد کامل داشت و به یاریشان دل بسته بود. شاید کسانی بگویند و استدلال کنند که حسین را اشتباه خودش در برآورد امکانات و نفوذ و نیرویش به کشتن داد و شاید کسانی استدلال کنند که حسین برای جانشینی پیامبر در این زمان برحق‌تر از هر کس دیگری بود و در کربلا این حق به همراه او کشته شد. اگر خلافت را یک مقام موروثی بپنداریم، حسین میراثدار خلافت پدر و برادرش بود و این میراث که حق مطلق او بود در کربلا نابود کرده و از دست رفت. در کربلا به بازماندگان خاندان پیامبر نهایت خواری و اهانت رفت. در کربلا با کشته شدن حسین و افراد خاندان پیامبر به شخص پیامبر اهانت شد. این کار را جهادگرانی کردند که برای گسترش سلطه اسلام شمشیر زده بودند و باز هم می زدند. عمر سعد به فرمانی که عبیدالله ابن زیاد برایش فرستاده بود به سپاهیانش فرمود تا لاشه ها را زیر سم اسبانشان خرمنکوب و له و لت و پار کنند. آنها اسبانشان را بر لاشه ها رقصاندند و همه را له و لت و پار کردند. یکی از کوفیان بعدها به یاد می آورد که زنان خیمگاه حسین را
وقتی شیون کنان و سینه زنان بر نعش پاره پاره و له شده حسین گرد آمدند، دیدم آنها زیباترین زنانی بودند که من در عمرم دیده بودم. از زیبایی و طنازی انگار که آهوان وحشی بودند و از آن نیز زیباتر بودند. زینب بر نعش حسین شیون برآورد و می گفت: وا محمدا، وا محمدا، درود ملائکه های آسمان بر تو باد. این حسین است که در بیابان در خاک و خون غلتیده. جسدش پاره پاره بر زمین افتاده است. وا محمدا، اینها دختران تو اند که به ذلت اسارت افتادند. اینها نوادگان تو اند که لاشه هاشان در این بیابان داغ در خاک و خون پراکنده است. و افزوده که شیونهای زینب چنان جانسوز و سینه گداز بود که همه کوفیان را به شدت متأثر کرده و به گریه انداخت. عبیدالله ابن زیاد برای تحویل گرفتن سر حسین مجلس آراست و سران قبایل را دعوت کرد. چون سر او را جلوش نهادند، با چوب دستیش بر دندانهای حسین کوفته و چیزهایی می گفت و چون این را تکرار کرد، زید ابن ارقم پیرمردی از اصحاب پیامبر عبیدالله را نکوهیده و گفت: این چوب را از آن لبها دور کن. به الله سوگند که من به چشم خود دیدم که لبهای پیامبر آن لبها را بوسیده است. زید ارقم در دنبال سخنان خود به گریه افتاد. عبیدالله زیاد بر او تندید و او برخاسته بیرون رفت و آهسته به یکی از همراهانش گفت: عربها پس از این روز باید برده اینها باشند، زیرا پسر فاطمه را به خاطر خوشنودی پسر مرجانه کشتند. سرهای پسران و اهل خانه حسین نیز در این مجلس به نمایش گذارده شد و زنان و دختران اسیر خاندان علوی را با رختهایی ژنده که بر تنشان پوشانده بودند و با حالتی زار برای نمایش در این مجلس حاضر آوردند. عبیدالله ابن زیاد وقتی زینب را در برابر خویش دید به او گفت: دیدی که الله با شما چه کرد؟ دیدی که الله چگونه شما را رسوا کرد، دروغاتان را افشا نمود و شما را به کشتن داد؟ سخنان عبیدالله ابن زیاد برای زینب قابل تحمل نبود. زینب عمری را در ناز و احترام گذرانده بود و تا چشم بر جهان گشوده بود همگان به او دختر پیامبر و فاطمه خطاب می کردند و هر که او را می دید بر پاها و دستهایش بوسه می زد. او خیشتن را بهترین و پاکیزه ترین و برترین زن جهان زمان خود می دانست. اینک او در سن بالای 50 سالگی خود را با شماری زن و دختر اسیر و یتیم و بیهامی و سوگمند در این مجلس می دید و فریاد رسی را سراغ نداشت که به داد او و اسیران خاندانش برسد. او خویشتنداری از دست داده زبان برگشود و گفت: الله را سپاس که ما را به وسیله محمد گرامی داشت و ما را از پاکان جهان قرار داد. ما نه چنانیم که تو میگویی. آن که رسوا خواهد شد شخص فاسق است، آن که دروغش افشا خواهد شد شخص فاجر است. اینها که کشته شدند، کشته شدن بر سرشان نوشته شده بود و مقدرشان چنین بود که در آن زمین به کشتن روند. فردا الله تعالی تو را در برابر آنها قرار خواهد داد و آنها از تو به او شکایت خواهند برد و بر درگاهش دادخواهی خواهند کرد. علی ابن حسین در ساعات آخر نبرد توسط یکی از شیعیان از میان در ربوده شده و به خانه‌ای برده شده بود تا زنده بماند. واقدی از زبان علی ابن حسین نوشته که مردی مرا به خانه اش برد و بسیار به من حرمت می نهاد. عبیدالله ابن زیاد
بانگ در شهر افکند که هر کس علی ابن حسین را بیابد و به نزد من بیاورد 300 درم پاداش خواهد گرفت. مرد به نزدم آمد و گریست و گفت میترسم. دستهایم را با بندی به گردنم بست و مرا به نزد عبیدالله برد. من به چشم خودم دیدم که عبیدالله 300 درم به او داد. وقتی چشم عبیدالله ابن زیاد به علی افتاد، نامش را پرسید. گفت من علی پسر حسین هستم. عبیدالله گفت مگر علی پسر حسین را الله نکشت؟ گفت من برادری داشتم که نامش علی پسر حسین بود و مردم وی را کشتند. عبیدالله گفت الله وی را کشت نه مردم. آنگاه به یکی از نوکرانش فرمود تا رخت علی را فراز کند و بنگرد که آیا به سن بلوغ رسیده است یا هنوز بچه است. چون معلوم شد که بالغ شده است، عبیدالله فرمود تا وی را برده سرش را از تن جدا کنند. زینب هراسان خودش را روی علی افکند و زاری کنان گفت ای پسر زیاد، آیا این همه خون که ریخته ای تو را بس نیست؟ آیا هنوز از خون ما سیراب نشده ای؟ مگر کسی از ما را باقی گذاشته ای؟ اگر ایمان به الله داری تو را به الله سوگند می دهم که اگر می خواهی این پسر را به کشتن دهی مرا هم بکشی. کسانی هم برای نجات جان آن جوان بیمار پادرمیانی کردند و عبیدالله ابن زیاد از کشتن علی ابن حسین منصرف شد. سر حسین و 72 تن یارانش را به فرمان عبیدالله ابن زیاد بر سر نیزه کرده در کوی و برزنهای کوفه برای نمایش گرداندند. او سپس کاروانی را به راه افکند تا سرهای کشتگان و تنهای زنده اسیران را برای یزید به دمشق ببرند. چون که احتمال میداد که علی ابن حسین در راه بگریزد، فرمود تا او را در زنجیر کردند و دستهایش را بر زنجیر گردنش آویختند و بر شتر نشاندند. کاروانیان روزهای درازی که در راه سفر به دمشق بودند از هر گونه اهانت به این اسیر شدگان خودداری نورزیدند. در دمشق این اسیران را ابتدا در شهر گردانده به نمایش نهادند و پس از آن به حضور یزید بردند. یزید مجلس آراسته سران قبایل شام را دعوت کرد تا در حضور آنها از سرها و زنده مانده ها پذیرایی کند. او به علی ابن حسین گفت پدرت رابطه خاندانی ما را برید، حق مرا چنان که باید نشناخت. برای دستیابی به حاکمیت با من به رقابت برخاست، لکن دیدیم که الله با او چه کرد. علی با یک آیه قرآن که تأکید می کرد که هرچه در جهان اتفاق افتد به اراده الله است و الله آن را مقرر کرده بوده، به او چنین پاسخ داد: هر پیش آمدی که بر زمین یا بر شما فرود آید، پیش از آن که فرود آوریم در کتابی نوشته شده است. سوره حدید آیه 22. یزید به پسرش خالد گفت برخیز و به او پاسخ بده که هرچه که بر سرتان آید به دستهای خودتان بر سر خودتان آورده اید و الله از بسیاری از خطاها در می گذرد. سوره شورا آیه 30. زنان و بچه های خاندان حسین با حالتی زار در رختهای ژنده در برابر یزید قرار داشتند. یزید با دیدن چنین حالت مذلت باری گفت الله پسر مرجانه را زشت کند. اگر خویشاوندی میان او و شما بود این گونه بر سرتان در نمی آورد و شما را با چنین حالتی از کوفه روانه نمی کرد. او
در این عبارتهای ظاهراً خشمگینانه حتی انتساب عبیدالله ابن زیاد به خاندان خودش را نفی کرد، زیرا معنای عبارتش آن بود که اگر زیاد پسر ابو سفیان و از دودمان عبد مناف بود، رگ خویشاوندی عبیدالله اندکی می جنبید و به حال شما که از دودمان عبد منافید رحمت می آورد و به چنین وضعی نمی انداخت. رسم جهادگران چنان بود که چون در لشکرکشی ها پیروز می شدند، زنان و بچه ها را از خانه ها بیرون کشیده به عنوان سبایا و کنیز و غلام در میان خود تقسیم می کردند و بر دستها یا گردنهاشان داغ مهر بردگی می زدند. اینها برای همیشه در بردگی می زیستند. علی و فرزندانش نیز چون این غلامان و کنیزانی به شمار بسیار داشتند که پس از هر فتحی که در زمان عمر و عثمان نصیب سپاه اسلام شده بود، سهم خمس خلیفه به مدینه فرستاده شده بود و در تقسیم سبایا به آنها رسیده بود. مادر زین العابدین نیز یک دخترک ایرانی بود که در زمان علی از دامن پدر و مادرش در یکی از روستاهای سیستان بیرون کشیده شده بود و در تقسیم سبایا به حسین رسیده بود. عربان شامی متأثر از تبلیغات دستگاه اموی میپنداشتند که حسین از دین برگشته و کافر شده است و میتوان با خاندان او همان رفتاری کرد که با کافران میکردند. یکی از سران شام در مجلس یزید چشمش به دختر حسین فاطمه افتاد که دخترکی زیبارو بود و از یزید خواست که این دخترک را به وی ببخشد. فاطمه بعدها می گفت که تا این جمله را شنیدم بر خود لرزیدم و اعصابم متشنج شد و خودم را به دامن عمه‌ام زینب افکنده به جامه‌اش چسبیدم و نمیدانستم که چه خواهد شد. فاطمه دخترکان سبی شده را در مدینه دیده بود و میدانست که در خانه ها بر سر چنین دخترکانی چه مصیبت ها می رود و چه اهانت ها می بینند و چگونه ابزار هوسرانی مردان می شوند. حالت فاطمه ما را به یاد هزاران دخترک ناز پرورده ایرانی می اندازد که در حمله های جهادگران اسلام به شهرها و روستاهای مسالمت آمیزی که هیچ جنگی هم با عربها نداشتند از خانه ها بیرون کشیده شده بودند و همچو او در لحظات درماندگی و بیکسی به دامن و جامه خواهر و مادر می چسبیدند و نمی دانستند که خواهر و مادرشان نیز وضعیتی شبیه خودشان را دارند. چه رقت آور است به یاد آوردن چنین لحظاتی و چنین رفتاری از مردم بیابان پرورده خشونت سرشت بیرحم و شفقتی که آزادگان را به فرمان خدایشان به بردگی خودشان می‌کشیدند و ساخته‌های تمدن بشری را ویران می‌کردند تا فرهنگ و عادات خودشان را به جای آن بر مردم متمدن تحمیل کنند. عرب‌ها سالها با ایرانیان چنین رفتارهایی و هزاران بار بدتر از این رفتارها کرده بودند و اینک شمه بسیار کوچکی از همان رفتارها در مقیاسی بسیار ملایمتر دامان خاندان علی را گرفته بود، ولی هیچ کس مرثیه‌ای بر لابه های سوزناک و ناله های جگرگداز و دردهای سینه سوز و اشکهای پرخون و رنجهای کمرشکن نازپروردگان ایرانی که بسیار بدتر از اینها به دست جهادگران بر آنها رفته بود نسرود و یادی از هراس هوشربای نوباوگان ایرانی در چنین لحظاتی نکرد. اگر زنان و دختران خاندان علی را حسین با خود برداشته آورده بود و در اینجا گرفتار این جنگاه شده بودند، زنان و دختران ایرانی که عربها از دامن پدر و مادران بیرون می‌کشیدند و در خانه‌های خودشان در مسالمت می‌زیستند، هیچ جنگی با عربها نداشتند و در این حالت بود که عربها بر سرشان می‌ریختند
و آنها را از آغوش پرمهر مادران و پدرانی که آنها را با خون دل پرورده بودند بیرون می‌کشیدند و می‌بردند. دخترکان ایرانی که جهادگران سبی می‌کردند رنج زدگانی بودند که همه حقوق انسانی را اسلام از آنها سلب کرده بود و انگاری آفریده شده بودند تا ابزار هوس بندگان الله باشند. طبیعت بیابانی و خشک و خشن و خشونت پرور عربستان از این جهادگران جانورانی انسان نما ساخته بود که هیچ چیزی نمیتوانست آنها را عوض کند و با اصول تمدن و فرهنگ و اخلاق انسانی آشنا سازد. ابو حامد غزالی است به مناسبتی در سخن از عربهای مسلمان شده در زمان پیامبر از بسیاری از آنها به عنوان موجوداتی یاد می کند که از شدت عقب ماندگی فرهنگی در وضعی بودند که اگر مرحله ها سپری می کردند نمی توانستند که به براهین عقلی دست یابند و تنها وجه تمایزشان از چهار پایان آن بود که سخن می گفتند. این می تواند که توصیف دقیقی از پیشینه جهادگرانی باشد که برخی از تاریخ نگاران بی‌انصاف و ناآگاه ما ادعا می کنند که آمدند و ایرانیان را با عدالت و انسانیت و آزادی آشنا کردند. چون این مردمی بودند که از زمان عمر تا کنون بر ایرانیان حکومت می کردند و با خشونت بیمانندی به نسل کشی و نابودگری در ایران ادامه می دادند. همین مردمند که برخی از تاریخ نگاران که به پارسی می نویسند خودشان را وقف تمجید از آنها کردند و می گویند که جهادگران مسلمان برای ایرانیان آزادی و انسانیت و عدالت و دین رحمت و رأفت به ارمغان آورده و راه سعادت را بر روی ایرانیان گشودند. ولی حقیقت آن است که آنچه که عربها برای ایرانیان آوردند رنج و درد و بردگی و پامال کردن حیثیت انسانی بود. جهادهای عربها در ایران جنایات عظیم ضد بشری بود و اکنون یک نمونه بسیار کوچک آن را در ارتباط با خاندان پیامبر خودشان در اینجا می‌بینیم. جهادگران کوفه با کسانی آن رفتارهای خشن را کردند که اهل بهترین و مقدسترین خاندانهای خودشان بودند و آنها را به خوبی می شناختند. رفتارشان با ایرانیان مغلوب شده که مجوس کافر و دشمن الله شمرده می شدند البته صدها برابر بدتر از اینها بود. اینک فاطمه دختر حسین خیشتن را در چنگال جهادگرانی میدید که میپنداشتند او را سبی و برده و کنیز همخوابه توانند کرد یا در بازار کنیز فروشان توانند فروخت و تبدیل به پول کرد. زینب که میدانست اعضای خاندان پیامبر را نمی شود فروخت به آن مرد شامی نهیب زد که یاوه میگویی، زیرا نه تو و نه این مرد یعنی یزید حق ندارید که ما را سبی کنید. یزید به زینب گفت تو یاوه میگویی، این حق من است که هرچه بخواهم بر سر شما درآورم. زینب گفت والله که چنین نخواهد شد مگر که از دین ما بیرون شوی و دین دیگری بگیری. یزید به خشم شد و گفت با من این گونه سخن میگویی؟ کسی که از دین بیرون شد پدر و برادر تو بودند. زینب گفت دینی که تو ادعای داشتنش میکنی دین الله، دین پدر و برادر و جد من است. تو و پدر و جدت به وسیله همین دین هدایت شده اید. یزید گفت تو دشمن الله هستی و یاوه میگویی. زینب گفت تو فرمان روا هستی و مسلط و پرزور، به همین سبب ظالمانه به ما دشنام میدهی و با زورت ما را مقهور خود ساخته ای. مرد شامی دوباره از یزید تقاضا کرد که دخترک را به او ببخشد. یزید به او نهیب زد که از جلو چشمانم دور شو و خطاب به حاضران مجلس چنین گفت میدانید چرا چنین بر سر حسین در آمد؟
او می گفت که پدر من از پدر یزید بهتر است. مادرم فاطمه از مادر یزید بهتر است. جدم رسول الله از جد یزید بهتر است و خودم بهتر از یزید هستم و برای خلافت از او شایسته ترم. اما درباره بهتر بودن پدرش علی از پدر من معاویه، پدران من و او با هم بر سر این امر نزاع کردند و مسلمین در میانشان داوری دادند و مردم هم خبر دارند که به نفع کدامشان رأی دادند. اما درباره بهتر بودن مادرش فاطمه از مادر من، البته که فاطمه از مادر من بهتر بوده است و درباره آن که جد او پیامبر از جد من بهتر بوده است، البته که هر کس به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد قبول دارد که هیچ کس در جهان نبوده است و نیست که همپایه پیامبر شود. ولی حسین از یاد برده بود که الله گفته است بگو ای مالک ملک، پادشاهی را به هر که خواهی دهی و از هر که خواهی ستانی و هر که را خواهی فراده است و هر که را خواهی فروده است کنی. خیر در دست تو است و تو بر همه چیز توانا هستی. سوره آل عمران آیه 26. والله که اگر من جای پسر مرجانه بودم حسین را نمی کشتم. من راضی بودم که او را زنده نگاه دارند، ولی پسر مرجانه آنها را کشت و این قضای الهی بود. از قضای الهی نمی شود گریخت. الله پسر مرجانه را لعنت کند که حسین را مجبور کرد تا مقاومت کند و به کشتن برود. حسین از او خواسته بود که وی را به نزد من بیاورد تا دست در دست من نهد یا اجازه یابد که به جایی دوردست برود و تا آخر عمرش به زندگی معمولی ادامه دهد. ولی پسر مرجانه از او نپذیرفت و او را به کشتن داد. به هر حال یزید که از واکنش عربها در قبال کشتار افراد خانواده پیامبر می‌ترسید و می‌دانست که چنین جنایتی را عربها به سکوت برگزار نخواهند کرد و حاکمیت او باید بهای گزافی برایش بپردازد، در صدد برآمد که با عذرهای مردم فریب دست خود را از آن جنایت بشوید و تهمت را از خودش دور کرده عبیدالله ابن زیاد را مسبب اصلی فاجعه قلمداد کند. شاید هم او راضی به کشته شدن کسی از خاندان پیامبر نبود و از پیامد اخروی آن بیم داشته است، زیرا او به هر حال مسلمان و معتقد به حساب اخروی بود و امید داشته که از دوزخ برهد و به بهشت برود. او سپس به نعمان ابن بشیر انصاری فرمود تا اسیران را به خانه‌ای منتقل کرده وسایل آسایششان را فراهم آورد. نیز اجازه داد که زنان خانه اش به آن خانه بروند و برای حسین سوگواری کنند. 3 روزی که آنان به عزاداری مشغول بودند، زنان خاندان اموی که خیشان نزدیک اسیران بودند با آنها به سوگواری نشستند. تا روزهایی که آنها در دمشق بودند، یزید همه روزه علی ابن حسین را به کاخش می برد و نوازش می کرد و می کوشید که دلش را به دست آورد و کینه ها را از دلش بیرون کند. او فرموده بود که پوشش و وسایل درخور در اختیار آنان قرار دهند تا احساس تنگی نکنند و نسبت به او رضایت خاطر حاصل نمایند. سپس آنها را در کاروان ویژه‌ای به مدینه فرستاد. چند روز پس از فاجعه کاروانیانی از آن نقطه گذشتند و پاره‌های اجساد متلاشی شده کشتگان را که بی سر بودند و قابل بازشناسی نبودند گرد آورده همانجا دفن کردند. جسد حسین نیز همچون بقیه بی آنکه بشود شناسایی کرد به همراه دیگر جسدها دفن شد. از این رو قبر حسین مشخص نبود
ولی چون که همه در کنار هم دفن شده بودند، دفنگاه جمعیشان معلوم بود. جسدی که دورتر از آن نقطه یافته و دفن شد، بعدها گفته شد که میبایست از آن عباس برادر حسین باشد. سر حسین و سرهای یارانش که به دمشق برده بودند در جای نامعلومی در بیابان شام دفن شدند. واقدی در خبری که شنیده بود نوشته که سر حسین را یزید برای عمرو اشدق فرماندار مدینه فرستاد و عمرو آن را در گورستان بقیع در کنار قبر فاطمه دفن کرد. ولی از رسیدن سر حسین به مدینه، رخدادهای مدینه در این سال و ماه‌ها در جایی خبری به دست داده نشده است. اگر این گزارش واقعی درست باشد، عمرو اشدق آن را محرمانه تحویل گرفته و بیخبر از مردم مدینه دفن کرده است. در سده 4 هجری امامان فاطمی مصر ادعا کردند که سر جدشان حسین را نزد خودشان داشتند و به قاهره آوردند. آنها گنبد باشکوهی به همراه مسجدی در قاهره ساختند و ادعا کردند که سر حسین را در آن دفن کردند. این بنا تا امروز پابرجاست و زیارتگاه مسلمین مصر است. از این رو حسین دارای 2 گنبد و بارگاه است، یکی در کربلا که کشتنگاه او بوده است و دیگری در قاهره که گفته می شود سرش مدفون است. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیر حسین خنجی. فایل 10. avogaboo.com. داستان‌های غمزدای پس از فاجعه کربلا. پس از فاجعه جگرسوز کربلا، داستان‌های دلاسایی درباره آن بر سر زبان‌های عربان دوستدار اهل بیت پیامبر افتاد. این داستان‌ها دلداری دهنده غمزدگان در قتل فرزندان علی بود و بازگویی آنها تسلای دلهای سوخته‌ای بود که در سوگ فرزندان خاندان پیامبرشان به داغ نشسته بودند. این داستانها ایحاء می‌کردند که فاجعه کربلا یک مقدر از پیش تعیین شده و ناشی از اراده الله بوده است. و نشان می‌دادند که پیامبر نیز خبر داشته که چنین خواهد شد و درباره آن برای کسانی از نزدیکانش چیزهایی گفته بوده و اراده الله بوده که حسین در آن بیابان به دست کوفیان کشته شود تا او و همراهانش به بهشت بروند و کشندگانش به این بهانه به جهنم درافتند. و از آنجا که فرهنگ عرب می گفت که کسانی که بر حقند الله از آنها حمایت می کند و کسانی که ناحقند شکست می خورند، برای آن که کشته شدن حسین دلیل حقانیت یزید و ناحق بودن حسین نباشد، این عقیده را ابراز داشتند که آنچه در کربلا اتفاق افتاد مقدری از پیش تعیین شده بود که حکمتش را الله می دانست و می بایست که اتفاق می افتاد. در یکی از روایت‌ها که از زبان انس بن مالک فرمانبر خصوصی پیامبر و از عرب‌های بصره ساخته‌اند چنین آمده است: یکی از رؤسای فرشتگان از الله اجازه گرفته بود که به دیدن پیامبر برود. وقتی او در خانه پیامبر نشسته بود، حسین وارد شد و پیامبر او را در آغوش گرفت و بوسید. فرشته به پیامبر گفت: او را دوست می‌داری؟ پیامبر گفت: آری، فرزندم است و خیلی دوستش می‌دارم. فرشته گفت: امتت او را خواهند کشت.
پیامبر گفت فرزند مرا، پسر مرا میکشند. فرشته گفت آری، و اگر بخواهی خاکی که بر آن کشته خواهد شد را به تو نشان خواهم داد. پیامبر گفت نشان بده. فرشته خاک سرخ رنگ خوشبویی به اون نشان داد و گفت هرگاه این خاک به خون تبدیل شود، نشانه است که این فرزندت کشته شده است. و در روایتی دیگر که از زبان سلمه همسر پیامبر ساختند و خبر بالا را به گونه دیگری بیان می کرد، چنین آمده بود: پیامبر شبی از خانه بیرون رفت و ساعتی بعد پریشان مو و خاکالوده در حالی که مشتها را گره کرده بود برگشت. گفتم یا رسول الله، چه شده که تو را این گونه پریشان مو و خاکالوده می بینم؟ گفت مرا همکنون به جایی در عراق بردند که نامش کربلاست و کشتنگاه فرزندم حسین و گروهی از فرزندان و افراد خاندانم را به من نشان دادند. در آنجا خونهاشان را جمع می کردم. بنگر که هنوز در دستم است، بگیر و نگاه دار. من آن را که خاک سرخی بود گرفتم و در شیشه‌ای کردم و سرش را بستم و در جایی نهادم. وقتی حسین به قصد عراق بیرون شد، هر روز آن را بیرون می آوردم و می بوییدم و بر او می گریستم. روز 10 محرم که آن را بیرون آوردم، دیدم که خون تازه است و دانستم که حسین کشته شده است. البته کسی که این روایت را ساخته حتما نخوانده بوده که سلمه 1 سال و چند ماه پیش از رخداد کربلا از دنیا رفته بوده است. حتی مؤلفان بزرگ نیز متوجه این خبط نشده بودند و این روایت اهل تشیع را در کتابهایشان آوردند. ابن اسیر نیز این روایت را آورده و نوشته که جبرئیل کفی خاک برای پیامبر آورد و گفت این خاک حسین است، آن را نزد خودت نگاه دار. هرگاه دیدی که این خاک تبدیل به خون شد، بدان که حسین کشته شده است. پیامبر آن خاک را به زنش سلمه سپرد و راز را برایش باز گفت. سلمه خاک را در شیشه‌ای کرد و در خانه‌اش نگاه داشت. روز 10 محرم متوجه شد که در شیشه به جای خاک خون است و دانست که حسین کشته شده است. او همان روز، یعنی روزها پیش از آن که خبر کشته شدن حسین از عراق برسد، به مردم خبر داد که حسین کشته شده است. در روایت دیگری ابن اسیر نوشته که عبدالله ابن عباس در شب عاشورا پیامبر را به خواب دید که شیشه‌ای پر از خون در دست دارد. پرسید این شیشه پرخون چیست؟ پیامبر گفت خون حسین و یاران حسین است، برای الله میبرم. ابن اسیر نوشته که فرشته‌ای به نزد پیامبر آمد و گفت پسرت حسین به دست امتت کشته خواهد شد و در جایی کشته خواهد شد که اگر بخواهی به تو نشان خواهم داد. به توسط احمد ابن حنبل با واسطه از زبان یکی از اصحاب امام علی می‌خوانیم که امام علی گفت یک روز به دیدار پیامبر رفتم و دیدم که چشمانش پر از اشک است. سبب را از او پرسیدم. پیامبر گفت جبرئیل همکنون اینجا بود و به من گفت که حسین در کنار فرات کشته خواهد شد و کفی خاک به من داد و گفت خاک حسین است، ببوی. من به این سبب میگریم. ابن کثیر نوشته که وقتی حسین در تدارک خروج از مکه بود، یک زن قریشی به اون نوشت که از عایشه شنیده که پیامبر میگفت حسین در سرزمین بابل کشته خواهد شد و به حسین نصیحت کرد که به عراق نرود و حسین به او پاسخ داد اگر چنین است گریزی از کشته شدنم نیست. و در روایتی می‌خوانیم که پیامبر به اصحابش سفارش کرد که پسرم حسین در کربلا به کشتن خواهد رفت، هر کدام از شما در آن هنگام زنده بودید یاریش کنید.
اگر به ژرفای این داستانها بنگریم خواهیم دید که ساده دلان شیعه که آنها را ساختند متوجه نبودند که داستانهاشان نشان می‌دهد که الله برنامه‌ای چیده بوده است تا حسین به کربلا برود و در آنجا هم خودش و هم برادران و فرزندان و عموزادگانش به آن خواری و زشتی کشته گردند. ولی در همه این روایت ها تفسیری برای این تصمیم هراس‌انگیز الله به دست داده نشده است. چند سده گذشت تا شیعیان متوجه این موضوع بشوند و احادیث و روایت های نوینی بسازند که نشان می‌دهد به کشته دادن حسین و افراد خاندانش برای آن بوده است تا دین الله پابرجا بماند، زیرا دین الله نیاز به خون آنها داشته است و اگر حسین به کربلا نرفته بود و کشته نشده بود دین الله بر جا نمی ماند. ولی هیچ کس نگفت که شکست یافتن و کشته شدن حسین و پیروز شدن یزید و برجا ماندن سلطنت امویان چگونه دین الله را تقویت کرد. آیا یزید و امویان پس از کشته شدن حسین دین حسین و علی را گرفتند و نشر دادند و این دینی که گرفتند سوای دینی بود که تا پیش از آن داشتند؟ داستانهایی نیز می گفتند که خشم الله بر کسانی که به فرزند رسول الله در کربلا اهانت کرده بودند را باز می گفت. در یکی از اینها می خوانیم که مردی که بر سر آب فرات به حسین تیر افکند و دهانش را درید و مانع آب نوشیدنش شد به زودی دچار یک بیماری رنجاور گردید که هرچه آب می آشامید سیر نمی شد و از تشنگی رنج می کشید و چندان آب نوشید تا شکمش به سان شکم شتر ترکید و مرد. در داستان دیگری آمده که مردی که پس از کشته شدن حسین جامه‌اش را از تنش گرفت و او را با تن برهنه رها کرد، از آن پس به بیماری رنجاوری مبتلا شد و دستهایش در تابستان به سان چوب خشک می شد و در زمستان عرق می ریخت و تا زنده بود از این بیماری در رنج بود. چون این داستانهایی در تألیفات شیعه بسیار است و هرچند برای شیعه شیرین ولی برای خواننده خسته کننده است. از آنجا که حسین در روایت‌های سده‌های بعدی شیعه محبوب ترین انسان زمان خودش نزد الله بوده است، احادیثی در آینده ساخته شد که می گفت الله می خواست که به حسین یاری کند ولی او شهادت را ترجیح داد. ابو جعفر امام باقر گفت الله نصرت را برای حسین فرستاد و چون به میان زمین و آسمان رسید به حسین پیشنهاد شد که میان نصرت و دیدار الله یکی را انتخاب کند و او دیدار الله را انتخاب کرد. و روایتی می گفت که فرشتگان برای یاوری به حسین از آسمان آمدند ولی دیر رسیدند و وقتی به زمین آمدند دیدند که حسین کشته شده است. فرشتگان از الله اجازه طلبیدند تا به حسین یاری کنند، سپس آماده جنگ شدند ولی زمانی به زمین رسیدند که حسین کشته شده بود. آنها به الله گفتند به ما اجازه دادی که برویم و او را یاری کنیم ولی وقتی رسیدیم او را برگرفته بودی. الله به آنها وحی کرد که همانجا سر قبرش بمانید، هرگاه دیدید که از قبرش بیرون آمد او را یاری کنید. در سده‌های بعدی که عقاید شیعیان 12 امامی تدوین شد احادیث و روایت‌های دیگری نیز ساخته شد که برای تأیید برخی از باورهای نوین شیعیان امامی و برای تأیید عقیده به انتظار ظهور قائم آل محمد بود که قرار بود در آخر زمان ظهور کند و انتقام خون حسین را از امویان بگیرد. ابو عبدالله امام جعفر صادق گفت وقتی درباره حسین شد آنچه شد فرشتگان در درگاه الله به فریاد آمدند، گفتند اللهم
بر حسین که گزین کرده تو و پسر پیامبر تو است چنین باید برود؟ الله سایه قائم را در برابر فرشتگان ایستاند و گفت من به وسیله این شخص از کسانی که به او ستم کردند انتقام میگیرم. و شیخ صدوق از زبان امام رضا نوشته که 4000 فرشته از آسمان آمدند تا حسین را یاوری کنند، ولی وقتی رسیدند دیدند که کشته شده است. آنها همانجا با سر و تن خاک آلوده بر سر قبرش نشستند و منتظر ظهور قائمند تا از یاوران قائم شوند. شعار آنها یا لسارات الحسین است. احادیث و روایات شیعه تأکید دارد که کشندگان حسین اگرچه در این دنیا کیفرشان را واپس ندادند، محاکمه آنها در روز قیامت برپا خواهد شد. در حدیثی که شیخ مفید از زبان امام صادق آورده است چنین می‌خوانیم: ابو عبدالله جعفر ابن محمد گفت چون روز قیامت فرا رسد الله مردم را از اول تا آخر در زمینی گرد می آورد و منادی به فرمان او بانگ می زند که چشمان و سرهاتان را فرازیر کنید تا فاطمه دختر محمد از صراط بگذرد. پس خلایق همه چنان می کنند و فاطمه سوار بر شتری از شتران بهشت در حالی که 70,000 فرشته به دنبالش روانند فرا می رسد و در جایی شایسته از جایهای قیامت می ایستد و از شترش پایین می آید و پیراهن خونالود حسین ابن علی را در دست می گیرد و می گوید اللهم این پیراهن پسر من است و تو می دانی که با او چه کردند. و از جانب الله به او بانگ می آید که ای فاطمه خوشنودی تو نزد من است. فاطمه میگوید اللهم داد مرا از کشندگانش بگیر. الله به زبانه ای از آتش فرمان میدهد و زبانه از جهنم بیرون می آید و همچون مرغی که دانه برچیند کشندگان حسین را بر می چیند و با خودش به جهنم می برد و در جهنم به شکنجه سپرده می شوند. فرجام نامعلوم زینب. از فرجام زینب خواهر امام حسین پس از رخداد کربلا هیچ خبری ندادند. او زن پسرعمویش عبدالله ابن جعفر بود و از او جدا شده بود و 2 از پسرانش را نیز در کربلا با خود داشت که هر دو کشته شدند. از ظاهر گزارش ها برمی آید که او را نیز یزید با بازماندگان کربلا به مدینه برگرداند، ولی خبری از حضور او در مدینه پس از رخداد کربلا به دست داده نشده است. گور او در دمشق است، یعنی در دمشق از دنیا رفته است، ولی سال وفاتش معلوم نیست. ما هرچه بکوشیم نخواهیم دانست که چرا او در دمشق میزیسته و چه شده که او سالهای پایانی عمرش را در دمشق بود و در پایتخت اموی درگذشته است. در این باره یا چیزی باز نگفتند یا اگر باز گفتند و کسانی نوشته بودند برای ما نمانده است. در اواخر سال 63 هجری که مردم مدینه بر ضد یزید شوریدند، شورش موسوم به حره که کسی از خاندان علی در آن شرکت نکرد و امویان در محاصره شورشیان در آمدند، گفته شد که مروان و پسرش عبدالملک دوستان نزدیک علی ابن حسین بودند و مروان زنان خانواده‌اش را به علی ابن حسین سپرد و او آنها را با زنان خانواده خودش از مدینه بیرون برد تا دست شورشیان به آنها نرسد. در شورش دوم مردم مدینه بر ضد امویان و در حمایت از خلافت عبدالله ابن زبیر که بیدرنگ پس از رسیدن خبر درگذشت یزید اتفاق افتاد، مروان حکم و امویان از مدینه تارانده شدند و به دمشق گریختند. چیزی نگذشت
که مروان حکم در دمشق به خلافت رسید و چند ماه بعد از دنیا رفت و پسرش عبدالملک خلیفه شد. روابط دوستانه ابن حنفیه و علی ابن حسین با عبدالملک نیز ادامه یافت. از دنیا رفتن زینب در دمشق همزمان با این رخداد هاست و به نظر می رسد که پیش از خلیفه شدن مروان حکم از دنیا رفته باشد. به هر حال حضور زینب در دمشق و از دنیا رفتنش در آنجا موضوعی است که حل نشده مانده است و این پرسش که زینب در دمشق چه می کرده است بر سر جای خیش باقی است، پرسشی که هیچگاه پاسخ داده نخواهد شد. ما از فرجام دختران علی خبر داریم جز زینب که به نظر می رسد تاریخ نگاران به احترام مادرش فاطمه و پدرش علی نخواستند که درباره زندگیش پس از رخداد کربلا چیزی بنویسند. شیعیان امامی نیز در این باره چیزی ننوشتند. در تألیفات سنتی اهل تشیع نام زینب پس از رخداد کربلا به فراموشی تعمدی سپرده شده است، ولی مؤلفان متأخرشان داد سخن دادند که او در کاخ یزید سخنرانی خشمانگیز مفصلی کرد و چنین و چنان گفت و پایه های سلطنت یزید را به لرزه افکند. اما اینکه زینب پس از رخداد کربلا در کجا و چگونه و نزد چه کسی زیست و در چه سالی از دنیا رفت، مؤلفان اهل تشیع امامی نخواستند که چیزی بنویسند. در کتاب‌های تاریخی نیز من چیزی در این مایه نیافتم. نوادگان حسین وقتی در سده 4 هجری در مصر تشکیل سلطنت فاطمی دادند، گفتند که زینب به مصر رفته بوده و در فستات یا قاهره کنونی درگذشته است. امامان فاطمی برای زینب یک آرامگاهی بنا کردند که تا امروز در قاهره در مسجد باشکوهی برجاست، مسجد زینبیه در محله زینبیه و زیارتگاه مسلمین است. یعنی زینب یک آرامگاه در دمشق و یک آرامگاه در قاهره دارد. فرزندان امام حسین. امام حسین چند زن عقدی گرفته بود که یکی از آنها ام اسحاق دختر طلحه بود. دخترش فاطمه از این زن بود. این فاطمه 2-3 سالی پس از رخداد کربلا زن عموزاده‌اش حسن پسر امام حسن شد و پس از درگذشت او زن عبدالله نواده عثمان شد. اگر روایت هایی که ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی آورده است درست باشد، 3 از زنان حسین در کربلا همراهش بودند. حسین چند کنیز همخوابه هم داشته که یکی از آنها مادر علی بود که بعدها زین العابدین نامیده شد. اعقاب او از این پسرش بودند که گویا در سال 38 هجری به دنیا آمده بوده است. روایتی که نزد شیعیان امامی عمومیت دارد میگوید که مادر علی ابن حسین دختر یزدگرد 3 ساسانی و جزو سبایای تیسپون بود که در زمان عمر ابن خطاب به مدینه فرستاده شدند و این دخترک در تقسیم سبایا سهم حسین ابن علی شد. مشخص نیست که این روایت در چه زمانی ساخته شده است، ولی نخستین نشانه آن را در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی می‌بینیم و این نیز معلوم نیست در چه زمانی وارد اصول کافی کردند. در این روایت از زبان محمد الباقر پسر بزرگ علی ابن حسین داستان دلپذیری را به شرح زیر آوردند. دختر یزدگرد را وقتی به مدینه بردند در مسجد نشاندند. چندان زیبا بود که مسجد از پرتو رویش درخشید. دوشیزگان مدینه با شنیدن وصف زیباییش برای دیدنش رفتند. عمر نیز برای دیدنش رفت و وقتی به او نگریست او رویش را پوشانده گفت: اف، بیروز بادا هرمز. عمر گفت:
به من دشنام می‌دهد و خواست به او بزند. علی به عمر گفت تو حق نداری که به او بزنی، بگذار تا او خودش هر کدام از مردان را که دلش بخواهد برای خودش برگزیند. عمر به این مشورت عمل کرد و اجازه داد که دخترک صاحب آیندهش را اختیار کند. دخترک برخاسته به نزد حسین ابن علی رفت. دستش را بر سر او نهاد. علی از دخترک پرسید نامت چیست؟ گفت جهانشاه. علی گفت شهربانو بهتر است. سپس رو به پسرش حسین کرد و گفت بهترین انسانهای روی زمین را برای تو به دنیا خواهد آورد. و او علی ابن حسین را به دنیا آورد. البته چون این روایتی که چیزی بیش از افسانه نیست به هر کس نسبت داده شده باشد خودش را نقض می کند و هیچ اساس و بنیادی ندارد. ما می‌دانیم که یزدگرد پیش از سقوط تیسفون به شادفیروز گریخته بود و پس از آن هم هیچگاه دست عربان به او و کسی از خاندان سلطنتی نرسید. معلوم هم نیست که یزدگرد در این زمان دارای فرزند بوده است. حتی معلوم نیست که او در این زمان ازدواج کرده بوده یا نه. وانگهی بین سقوط تیسفون تا تولد علی ابن حسین 19 سال فاصله بوده است. یک روایت شیعه که شیخ مفید آورده است سبی شدن مادر علی ابن حسین را مربوط به زمان خلافت علی می داند، ولی بر دختر یزدگرد بودن او اصرار دارد. نام او در حدیث کلینی جهانشاه بود و در روایت شیخ مفید شاه زنان است و نه در زمان عمر بلکه در خلافت علی و نه در تیسفون بلکه در مشرق سبی شده است. این روایت چنین است: امیرالمؤمنین علیه السلام حریت ابن جابر حنفی را به حاکمیت ناحیه‌ای از مشرق گماشت و او هر دو دختر یزدگرد پسر شهریار را برایش فرستاد. علی یکی از آنها را که شاه زنان نام داشت به پسرش حسین داد و او زین العابدین را به دنیا آورد و دیگری را به محمد ابن ابوبکر داد و او قاسم ابن محمد را زایید. شیخ تبرسی تاریخنگار شیعه روایت شیخ مفید را رونویسی و تایید کرده است و نوشته که علی ابن حسین به روایتی در نیمه جمادی الثانی و به روایتی در 9 شعبان سال 38 متولد شد و به روایتی در سال 36 و به روایتی دیگر در سال 37 به دنیا آمد. مشرق که امام علی لشکر به آنجا گسیل کرده نیز سیستان بوده و گسیل لشکر به فرمان علی به سیستان نیز در سال 37 بوده برای سرکوب شورش همگانی ضد عربی مردم سیستان. دختر یزدگرد نیز در سیستان نبوده تا سبی کنند و برای علی بیاورند. یک مؤلف دیگر شیعه عراقی به نام ابن خشاب بغدادی در نیمه سده 6 که درباره روایت‌های مربوط به مادر علی ابن حسین که در منابع شیعی آمده بود در سرگردانی بوده است نوشته که علی ابن حسین در سال 37 متولد شد. نام مادرش خوله دختر یزدگرد بود و گویند که بره دختر نوشجان بود و گویند که شهربانو بود و امیرالمؤمنین نامش را شاه زنان گذاشت. ولی او نیز نخواسته که مشخص کند یا نمیدانسته که مادر علی ابن حسین در چه سالی و در کجا سبی شد و چگونه به حسین ابن علی رسید. به نظر می رسد که تا نیمه سده 6 هجری هنوز آن حدیث با آب و تاب درباره ازدواج امام حسین با دختر یزدگرد در زمان عمر خطاب که گفتیم بیش از یک افسانه نیست را کسی وارد کتاب الکافی نکرده بود، زیرا در تألیفات مؤلفان نامدار شیعه تا این زمان از این حدیث خبری نیست. کسی که روایت سبی شدن دختران یزدگرد در مشرق را ساخته بود
معلوم نکرده که دختران یزدگرد در کجا و در چه سالی صبی شدند. حریت ابن جابر حنفی که شیخ مفید ادعا کرده که دختران یزدگرد را از مشرق برای امیرالمومنین آورده، از بنی بکر بصره بوده. خودش نامی نداشته و به هیچ مأموریتی نیز فرستاده نشده است، ولی پسری داشته به نام سلط که فقط یک بار در ذکر پیمانهای قبایلی سال 64 در بصره نامش برده شده است. لشکرهایی که علی به مشرق فرستاد، یکی در سال 37 به فرماندهی جعد ابن حبیره مخزومی بود به خراسان که با شکست و فرار به کوفه برگشت. یکی به فرماندهی ربنی ابن کاس عنبری بود در همین سال به سیستان، و سومی به فرماندهی خلید ابن قره یربوعی از بنی تمیم به خراسان. این آخری نیز سال 38 بود که زین العابدین به دنیا آمد. جعده نیز غنیمت و سبایایی نآورد تا مادر بعدی زین العابدین در آنها باشد. پس مادر زین العابدین از خراسان آورده نشده بوده است. مشرق که در روایت شیخ مفید گفته شده 2 دختر یزدگرد را برای علی آورده اند، می بایست که سیستان بوده باشد، و سبایایی که برای علی آورده شد می بایست که ربعی ابن کاس عنبری آورده باشد. یعنی مادر زین العابدین در سال 37 هجری به حسین رسید و 1 سال بعد علی را برای حسین به دنیا آورد. گزارش تاریخی میگوید که مادر زین العابدین یک دختر صبی شده سیستانی بود و نامش را سلافه نهادند. این گزارش را بلازری آورده است که متخصص شخصیت شناسی است و منبعش به طور عمده واقدی است. جز این هرچه که مؤلفان شیعه در سده‌های متأخرتر آورده اند بی سند است و بیشتر داستان و افسانه است تا گزارش تاریخی و برای افزون کردن تقدس امام زین العابدین ساخته شده است، نه برای بازگویی رخداد تاریخی. آنچه که من از بازخوانی گزارش ها دریافتم آن است که مادر زین العابدین دخترکی بوده که در سال 37 در یکی از روستاهای سیستان از خانه‌ای و از دامن پدر و مادری بیرون کشیده شده بود و به بردگی برده شد. شاید هم نام اصلی این دخترک صبی شده سیستانی شهربانو یا به تلفظ سیستانی شعربانو یا شربانو یعنی بانوی نیک بوده که سلافه کردند، لذا بر سر نام شهربانو نمیتوان جدال کرد. مادر زین العابدین پس از رخداد کربلا زن یکی از غلامان امام حسین به نام زبید شد و پسری به دنیا آورد، نامش عبدالله ابن زبید. گویا عبدالملک مروان دوست دیرینه علی ابن حسین در نامه علی ابن حسین را نکوهید که چرا مادرش را به غلامش داده است. علی ابن حسین به او پاسخ فرستاد که من این غلامم را آزاد کرده بودم و الگویم پیامبر است که غلامش زید ابن حارثه را آزاد کرد و دختر عمه خودش زینب را به او داد. شوهر کردن مادر زین العابدین پس از امام حسین در تألیفات امامیه نیز به چند گونه تأیید شده است. مجلسی از روایت زراره شاگرد برجسته امام جعفر صادق و از زبان امام صادق یا امام باقر چنین نوشته است: علی ابن حسین علیه السلام با ولد عمویش حسن علیه السلام ازدواج کرد و مادر خودش را به ازدواج مولای خودش درآورد. چون این خبر به عبدالملک مروان رسید به او نوشت که ای علی ابن الحسین، انگار متوجه موقعیت خودت در میان قومت و منزلتت در میان مردم نیستی. با یک مولاه یا کنیز آزاد شده ازدواج کردی و مادرت را به ازدواج مولایت درآوردی.
علی ابن الحسین علیه السلام به او نوشت که نوشته‌ات را فهم کردم. ما الگویمان رسول الله صلی الله علیه و آله است که دختر عمه‌اش زینب را به ازدواج مولایش زید درآورد و با صفیه دختر حبی اخطب که مولایش بود ازدواج کرد. قبلتر دیدیم که مادر زین العابدین برای شوهرش زبید پسری به نام عبدالله به دنیا آورد. این نام در اصول کافی عبدالله ابن زید است که به نظر می رسد اشتباه از ناسخ این نسخه از اصول کافی بوده که به ما رسیده است. در اصول کافی از عبدالله ابن زید با عنوان برادر مادری علی نام برده شده است. در این روایت آمده که امام باقر خطاب به این عبدالله از زین العابدین با عنوان پسر مادر تو ابن امک یاد کرده. نیز در اصول کافی از مردی به نام علی ابن راشد به عنوان برادر مادری علی ابن حسین یاد شده که امام باقر خطاب به او از زین العابدین با عنوان پسر مادر تو یاد کرده است. اگر پس از خواندن روایت‌های همسان ابن سعد و ابن قتیبه و مجلسی که شوهر کردن مادر حقیقی و زاینده زین العابدین پس از امام حسین را به طور صریح تایید کرده اند، این دو روایت کلینی که سخن از دو برادر مادری علی ابن حسین به میان آورده اند را در کنار آنها بگذاریم، متوجه می شویم که مادر زین العابدین پس از امام حسین 2 بار شوهر کرده است. یک بار زن یکی از غلامان آزاد شده زین العابدین به نام زبید و بار دیگر شاید پس از درگذشت زبید زن یک غلام دیگر به نام راشد شده است. فقهای شیعه در زمان ما به 100 ترفند می‌کوشند تا با آوردن توجیهاتی از شوهر کردن مادر زین العابدین پس از امام حسین جلوگیری کنند. لذا شهربانو را بر سر زام می‌کشند و یک زن بی‌نام و نشانی را دایه شیرده زین العابدین می‌کنند و می‌گویند آن مادری که زین العابدین به شوهر داد دایه‌اش بوده، نه مادر حقیقیش. آنها متوجه نیستند که دایه از آسمان نمی‌افتد، بلکه زن کس دیگر و مادر حقیقی کس دیگری است و فراموش می‌کنند که شوهر کردن یک زن بیوه شده در آن زمان یک امر کاملا عادی بوده و زین العابدین اگر مادر بیوه شده از شوهر کرده باشد هیچ عیبی متوجه او و پدرش امام حسین نمی شود، به ویژه که مادر زین العابدین نه زوجه منکوحه یعنی زن رسمی، بلکه سریه یا کنیز همخوابه بوده است. شاید کسانی که به احکام عدالت پرور اسلامی آشنایی ندارند عیب بزرگ را در آن ببینند که مادر زین العابدین یک دختر بیرون کشیده از دامن پدر و مادری بینوا و ستم دیده بوده است که معلوم نیست پدر و مادرش اگر زنده مانده بودند، یعنی اگر جهادگرانی که بچه هاشان را به همراه اموال و اساس خانه از خانهشان بیرون کشیده بودند، آنها را به خاطر دفاع از حیثیت و هستیشان نکشته باشند. چند سال از این درد بزرگ که به دست جهادگران راه الله بر آنها رفته بوده است رنج می کشیدند و این دخترک بیچاره پس از آن که از دامن پدر و مادر جدا شده و به آن دیار دوردست و به میان مردمی که زبان او را نمی فهمیدند برده شده است تا کنیزی کند، چه رنجی متحمل شده، چه جیغ‌ها زده و چه خاک‌ها بر سر خود ریخته و پس از گذشتن چه زمانی آرام گرفته است. انسان مسلمان البته این موضوع برایش حل شده است، زیرا چیزی است که پیامبر اکرم به آن عمل کرده و پس از او اهل بیت او و دیگر مؤمنان نیز بر شیوه او عمل کرده و بر راهی رفتند که او کشیده بوده است و راه پیامبر مکرم نیز راه الله تعالی بوده.
خود زین العابدین نیز بعدها دارای شماری از چنین کنیز شدگانی شد که البته از بازارها خریده بود یا کسانی خریده برای خوشنودی الله برایش هدیه فرستاده بودند. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیرحسین خنجی. فایل 11. AvageBook.com. چند تا از آنها مادران شماری از پسران و دخترانش شدند. یکی از آنها مادر زید بود. زید بعدها امام زید و فرقه شیعیان زیدی به او منسوب گردید. مادر زید را جهادگران در زمان یزید در یک روستا در بلوچستان پاکستان کنونی، جایی که تابع کشور سند بود، از خانه ای و از دامن پدر و مادری بیرون کشیده به کوفه برده بودند. سپس صاحبش او را در بازار حراج کنیزان در کوفه به معرض فروش نهاد و مختار ثقفی او را خرید و برای زین العابدین هدیه فرستاد. سال 65 هجری. این کنیز همخوابه برای زین العابدین 3 پسر و 1 دختر به دنیا آورد که نامهاشان زید، علی، عمر و خدیجه شد. نوشتند که علی ابن حسین روزی که در کربلا اسیر شد زندار بود. زنش دختر عمویش حسن بود و پسرش محمد یا بعدها امام باقر حدود 2 سال داشت. به نظر می رسد که این روایت درست باشد و زن و بچه‌اش نیز با او به اسارت برده شدند. ولی او در اثر بیماری دراز مدتی که گرفته بود و هنوز داشت، ظاهر جسمانیش به گونه‌ای بود که هر که او را می‌دید می‌پنداشت که نوجوانی به سن بلوغ نرسیده است و دیدیم که عبیدالله ابن زیاد او را به نوکرانش سپرد تا بنگرند آیا به سن بلوغ رسیده است یا نه. این موضوع را همه منابع تاریخی آوردند. علی ابن حسین دارای 8 پسر و 5 دختر شد. پسرانش عبارت بودند از محمد، زید، عبدالله، عبیدالله، حسن، حسین، علی و عمر. در میان پسران علی ابن حسین زید راه امام حسین گرفت و به سال 121 هجری به دعوت بخشی از شیعیان کوفه امام شده به کوفه رفت. شیعیان کوفه با او همان کردند که با جدش حسین کرده بودند و او در نبردی نابرابر با نیروهای اموی به خواری کشته شد. از دختران امام حسین نیز فاطمه و سکینه از نامداران تاریخ اسلامند. فاطمه زن حسن ابن حسن پسر امام حسن شد و برایش عبدالله ابن حسن را به دنیا آورد و این عبدالله ابن حسن پدر نفس زکیه است که چندی پس از ابن حنفیه دومین مهدی تاریخ شیعه شد. بر ضد خلافت عباسی قیام کرد و کشته شد و مذهب شیعیان زیدی پس از امام زید به او منسوب گردید. فرزندان و نوادگان عبدالله ابن حسن در آینده امامان شیعیان زیدی شدند و در شمال آفریقا و یمن و دیلمستان تشکیل حاکمیت‌های دراز مدت و نسبتاً با ثبات دادند. فاطمه پس از درگذشت عبدالله ابن حسن زن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان شد و برایش فرزندانی به دنیا آورد که در میان آنها محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عثمان در تاریخ اسلام دارای نام است، زیرا خلیفه منصور عباسی او را بازداشت و اعدام کرد و فرمود تا سرش را به خراسان برده در میان قبایل عرب گرداندند و داستانش دراز است. و اما سکینه، شهرتش به خاطر بزمهای ادبی جنجالی است که در خانه‌اش برپا می‌کرد. سکینه مادرش رباب نام داشت و از یکی از قبایل کلب
بود. خواهر بعدی این رباب زن امام حسن و خواهر بزرگترشان نیز زن علی شده بود. این سه خواهر در زمان خلیفه عمر زنان علی، حسن و حسین شده بودند و ازدواجشان به طور همزمان و در یک روز انجام گرفته بود. سکینه از زیبارویان مدینه بود. نخستین شوهرش عبدالله پسر امام حسن بود و این عبدالله در کربلا کشته شد. سکینه سپس زن مصعب ابن زبیر شد، همان زبیر دشمن علی. مصعب در سال 72 هجری در نبرد با عبدالملک مروان خلیفه اموی در کوفه کشته شد و میراثی انبوه شامل زمینها و درآمد بسیار و نقدینه از او به سکینه رسید. سکینه زنی بذل‌گو و خوشمشرب بود، ادب آموخته و از ادب شناسان نامدار در زمان خودش بود. زندگی درازی داشت و در سال 117 هجری در مدینه از دنیا رفت. گزارش‌هایی درباره زندگی شادمانه و بزم‌های ادبی سکینه را ابوالفرج اصفهانی مؤلف شیعی در کتاب الاغانی آورده است که اگر راست باشد سکینه را زنی بی‌پروا، آزاد فکر و روشن‌اندیش و مردمدار نشان می‌دهد که در بسیاری از ویژگی‌هایش شباهت به ام المؤمنین عایشه دارد و ذوق او را از ذوق علویان جدا می‌کند. اصفهانی از یک بزم ادبی سکینه در مدینه خبر داده که جریر و فرزدق و جمیل بسینه و کسیر عزه و نسیب همگی از زیبا پرستان نامدار عراق در آن حضور داشتند و سکینه با اشاره به ابیاتی از یک غزل هر کدامشان درباره آن غزل نظر داده، سپس به هر کدامشان مبلغی مال داده و آنها را مرخص کرده است. بیشترین بخشش نصیب جمیل بسینه شد که در غزلی درباره یک دیداری که در جایی با معشوقش داشته است گفته بود: هر سخنی که از زبان آنها شنیده شود روح نواز است و هر که در حضور آنها کشته گردد شهید است. سکینه از هنرشناسان نامدار حجاز نیز بود و درباره ارج سخن و هنر خنیاگران یعنی خوانندگان و نوازندگان نظر میداد. نوشتند که او یک بار به حج رفته بود. 2 از آوازخوانان و نوازندگان نامدار مکه به نامهای ابن سریج و قریز به نزدش رفتند تا درباره هنرشان نظر بدهد که کدامشان خوش آوازتر است. هر دو به نوبت ترانه برانگیزنده اوجی علینا رب الهودج انک ان لا تفعلی تهرجی خواندند و سکینه گفت: شما همچون 2 دانه گوهر و مرواریدید که وقتی بر گردن یک دوشیزه زیبا آویخته باشند نمی شود قضاوت کرد که کدام یک زیباتر است. از جمله مردانی که وقتی به مدینه می رفت در بزمهای ادبی سکینه حضور می یافت فرزدق شاعر بود. او از بنی تمیم بصره بود. مردی بیبند و بار بود. شهرتش در دشنام سرایی یا هجویه و نیز غزل سرایی عاشقانه درباره روابطش با زنان شناخته شده بود. او شیعه نبود، طایفه اش نیز شیعه نبودند، ولی همچون بسیاری از عربهای عراقی شده به نوادگان علی محبت داشتند. لذا فرزدق گاه به گاه وقتی برای حج و زیارت به مدینه می رفت از آنها دیدار می کرد. او در یکی از سالهای دهه 80 هجری یک ستایشنامه درباره علی ابن حسین یعنی زین العابدین سرود و در مکه در کنار کعبه در حضور زین العابدین خواند. زین العابدین وقتی به مدینه برگشت و او نیز به مدینه رفت 10,000 درم به او پاداش داد. در خلافت عبدالملک مروان دوست دیرینه زین العابدین و پسرش ولید ستایشنامه درباره زین العابدین و هر کدام از علویان سرودن
و به دیدارشان رفتن و در میان مردم از آنها تمجید کردن هیچ هزینه‌ای برای دیدار کننده و تمجید کننده نداشت. علویان نیز به کسانی که از آنها تمجید می کردند پاداشهای درخور می دادند. ولی در زمان هشام عبدالملک که امام زید برای براندازی خلافت اموی قیام کرد و شهید شد، ورق برگشت. بلازری نوشته که فرزدق به دیدار سکینه رفته بود. چند تا کنیز زیبارو در مجلس سکینه نشسته بودند. فرزدق درباره شعر و شاعری با سکینه گپ زد و وقتی میخواست که برود، ضمن آن که دست به یکی از کنیزان سکینه دراز کرده بود، به سکینه گفت: زندگی و مرگ در دست خداست و من نمیدانم که چه وقت از دنیا بروم، ولی از تو خواهش دارم که اگر امروزها در مدینه مردم بفرمایی تا مرا در فرج این دخترک دفن کنند. و سکینه در آنجا کنیز را به فرزدق بخشید. اصفهانی نوشته که سکینه لطیفه گو و مزاح طبع بود و کارهایی میکرد تا کسانی که در مجلسش حضور داشتند بخندند. یک بار غلامی را به نزد رئیس پلیس مدینه فرستاد و به او پیام داد که یک شامی وارد خانه امان شده است. رئیس پلیس چند مرد مسلح را با خودش برداشت و به خانه سکینه رفت تا شامی مزاحم را بازداشت کند. چون بر در خانه ایستاد و اجازه ورود طلبید، سکینه سوسکی را به یکی از کنیزانش داد که این را ببر و به اون نشان بده و پلیس ها بسیار خندیدند. و نوشته که سکینه یک غلام شده ایرانی را همچون مرغ بر روی تخم مرغ نشاند و کس به نزد سلیمان ابن یسار فقیه بزرگ مدینه فرستاد که با تو کاری داریم. سلیمان شتابان به خانه سکینه رفت که حتما کار مهمی دارد. چون وارد خانه شد، سکینه به کنیزانش گفت و او را به نزد مرد نشسته بر روی تخم مرغ ها بردند تا بنگرد و سلیمان تا چشمش به مرد افتاد خنده کنان و سبحان الله گویان از خانه بیرون رفت. و از روایتی که از زبان مصعب شوهر سکینه بوده نوشته که به سکینه گفتند: خواهرت فاطمه با آن وقار و تو با این مزاح طبعی؟ و او پاسخ داد که او را به نام دختر پیامبر نامیدند که بانوی زنان بهشت است و مرا به نام مادر پیامبر نامیدند که بر دین شرک از دنیا رفت. یکی از مردان وابسته به سکینه که در خانه او میزیسته مردی به نام اشعب بوده. اشعب نامدارترین لطیفه گوی خنده آفرین مدینه بود. مجلس ها را با اداها و لطیفه ها و طنزهایش گرم و حالدار می کرد. عفت کلام نداشته، مردم از زبانش می ترسیدند. دفزن و آوازخوان نیز بوده و همه زنان سرشناس مدینه او را می شناختند. نیز اصفهانی درباره شب و روزی خبری نوشته که دو خنیاگر بلند آوازه مدینه به نامهای ابن سریج و عزه، اولی مرد و دومی زن، در خانه سکینه دعوت بودند و اشعب هم بوده و تا نیمه های شب نشستند و نیمه های شب ابن سریج و عزه در خانه سکینه خوابیدند و صبح برخاسته ناشتا خوردند و بار دیگر مجلس از سر گرفته شده است. همه اینها خبر از هنر دوستی و خوش‌ذوقی سکینه می‌دهد. سخن پایانی. 1. حسین را ما امام مینامیم و علاقه داریم که او را امام حسین بنامیم، ولی او هیچگاه خلیفه و امیرالمؤمنین نشد. امام در آن زمان به کسی میگفتند که در یک انتخابات همگانی برگزیده شده باشد و خلیفه شده تشکیل حاکمیت هم داده باشد. امام در آن زمان یک اصطلاح سیاسی صرف بود و دارای هیچ گونه بار تقدسی نبود. از این رو به معاویه و یزید نیز امام می گفتند
ولی ما وقتی میگوییم امام حسین یک مقام قدسی را منظور میکنیم که از تراکم تلقینهای سده‌های درازی در ذهنمان ایجاد شده است و بر اساس همین برداشت است که میپنداریم نمیشود که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید را امام نامید، زیرا آنها برگزیدگان مردم بودند، نه منصوب شدگان از جانب الله. امام در ذهن ما کسی است که الله او را منصوب کرده باشد و مردم جهان در تعیین امام هیچ نقشی ندارند، بلکه وظیفه دارند که امامت او را تایید و از او اطاعت کنند. و میپنداریم که یک فرد مقدسی از یک خانواده مشخص که الله او را منصوب کرده و امامت داده است و این فرد فقط و فقط از تبار امام علی و سپس از تبار امام حسین است، اگر همه مردم مسلمان جهان نیز با او مخالف باشند و امامتش را قبول نداشته باشند، باز هم او امام است، زیرا مردم در تعیین امام نقشی ندارند. روایت‌های شیعیان 12 امامی میگوید که امامت را الله به حسین داده بوده است. این روایت‌ها میگوید که الله تعالی پیش از آن که زمین و آسمان را آفریده باشد، نام علی، حسن، حسین و 9 تن از دودمان حسین را به عنوان امامان در لوح محفوظ و بر پایه‌های عرش خودش نوشته بود و تصمیم قطعی گرفته بود که در آینده اینها و تنها اینها امام و رهبران بندگانش شوند و میگوید که پیامبر ما نامهای این 12 امام را یکی یکی همراه با نام مادرانشان به اصحابش معرفی کرده بود. روایت‌های آنها میگوید که برخی آیات قرآن را نیز الله تعالی در زمان پیامبر ما در همین موضوع فرستاده بود. اینها باورهای مذهبی امامیه است، ولی در اینجا ما در حال مطالعه رخدادهای سیاسی واقعی هستیم، نه باورهای مذهبی. آن بخش از مردم کوفه که دست بیعت برای حسین به مسلم ابن عقیل داده بودند، حسین را به عنوان امیر برگزیده بودند و البته اگر او بر یزید پیروز شده بود، به عنوان امام نیز با او بیعت می کردند. درست است که آن شمار از سران قبایل کوفه که بیعت کردند پذیرفته بودند که حسین امام خواهد بود، ولی حسین هنوز امام نشده بود. شرط امام شدن آن بود که بیشترینه سران مسلمین در مدینه، مکه، کوفه، بصره و جز آنجاها با او به عنوان امام بیعت می کردند، ولی این امر هیچگاه برای او محقق نشد. حتی بیعتی که مردم کوفه به عنوان امیر به حسین داده بودند نیز چنان که دیدیم در کربلا منتفی شد. پیش از رخداد کربلا نیز همه مردم کوفه حامیان حسین نبودند. در کوفه حدود 70,000 جهادگر ماه مزدگیر وجود داشتند، ولی گفته شده که فقط 18,000 تن با او بیعت کردند، یعنی چیزی حدود 26% از مردم کوفه. مردم بصره نیز دیدیم که خواهان او نبودند و کسی آماده بیعت با او نشد. سپس در کربلا معلوم شد که حسین در کوفه حامی واقعی ندارد، زیرا حامی واقعی کسی است که در حمایت از مرد مورد نظرش جانفشانی کند. اگر او در کوفه حامی واقعی داشت، وقتی عبیدالله ابن زیاد از کوفه بیرون رفت و در نخیله اردو زد، حامیان واقعی او می توانستند که در غیاب عبیدالله در کوفه شورش به راه اندازند و برای حمایت از حسین بیرون بروند یا دست کم عبیدالله ابن زیاد را بترسانند تا تصمیم به کشتن حسین و افراد خاندانش نگیرد و اجازه دهد که حسین به مدینه برگردد. سران قبایل کوفه شنیده بودند که عبیدالله به عمر سعد و شمر ابن ذوالجوشن فرموده است که حسین و همراهانش را کشتار کند، ولی حتی یکی از سران قبایل نیز به نزد عبیدالله نرفت
تا به او اعتراض زبانی بکند. سلیمان ابن سرد خزایی که رهبر دعوت کنندگان حسین به کوفه و محرک اصلی این رخدادها بود نیز در این میانه هیچ اقدامی انجام نداد و در سکوت کامل به انتظار نتیجه وعده ها و اقدام عبیدالله ابن زیاد نشست. به نظر می رسد که عبیدالله ابن زیاد نهانی به او وعده ای داده بود که خواسته او را برآورده می کرده و برای او و مردم قبیله‌اش کاملا رضایت بخش بوده است، وگرنه او وقتی شنید که عبیدالله فرمان کشتن حسین و یارانش برای عمر ابن سعد فرستاده است، اگر هم دست به عملی نمیزد دست کم فریادی در اعتراض برمی آورد. در بازخوانی رخدادهای تاریخی اگر جایی ندارد، ولی به فرض آنکه نعمان ابن بشیر انصاری را یزید برکنار نکرده و عبیدالله ابن زیاد را به کوفه نفرستاده بود و حسین وارد کوفه شده بود و شیعیانش با او بیعت کرده بودند و او توانسته بود که کوفه را بگیرد و تشکیل حاکمیت دهد، هنوز راه درازی و خونباری برای خلیفه شدن در پیش داشت. یزید یک ارتش نیرومند 100,000 گوش به فرمان در شام در اختیار داشت. در کوفه بخشی از قبیله ها شیعیان عثمانی و در بیعت یزید بودند و طبیعی بود که با خلیفه شدن حسین موافقت نداشته باشند. عموم قبایل بصره در بیعت و اطاعت یزید بودند. مردم حجاز، مکه، مدینه و طائف با حسین روی خوش نشان نمی دادند و احتمال آن که بیعت با یزید را بگسلند و خلافت حسین را بپذیرند بسیار اندک بود، زیرا این امر مستلزم شورش بر ضد یزید و حمایت از حسین بود. در میان فرزندان اصحاب پیامبر که در مدینه میزیستند نیز حسین دارای حامی نبود و عموم فرزندان اصحاب پیامبر به جز چند تنی در بیعت و اطاعت یزید بودند. در شام نیز عموم فرزندان اصحاب پیامبر در بیعت و اطاعت یزید بودند. حسین اگرچه از زمان درگذشت برادرش حسن در اندیشه آن بود که وقتی معاویه از دنیا برود خودش را برای خلافت مطرح کند، ولی در آن فرصت 11 ساله‌ای که در اختیار داشت و همه‌اش را در مدینه گذرانده بود، هیچ اقدامی در جهت دوست سازی برای خودش نکرده بود. او اگرچه از کودکیش در مدینه و در میان اصحاب پیامبر زیسته بود، ولی از دوران بچگی و نوجوانی و جوانی هیچ دوست و رفیقی نداشت که اکنون بتواند بر روی حمایتش حساب کند. و اکنون که تصمیمی به این بزرگی گرفته بود، در میان همه بازماندگان اصحاب پیامبر و فرزندانشان، یعنی کسانی که نزد عربهای حجاز و عراق نامی داشتند و تصمیمشان به هر حال اثرگذار بود، هیچ کس نبود که در کنار حسین بایستد. او اینک اعضای خانواده خودش را برداشته به قصد کوفه به راه افتاده بود تا به یاری آن 18,000 تنی که مسلم ابن عقیل سیاهه نامهاشان را برایش فرستاده بود بر ضد والی اموی کوفه که بقیه 50,000 تن جهادگران ماه مزدگیر کوفه را با خود داشت بجنگد، او را از میان بردارد، کوفه را بگیرد، آنگاه سپاهیان کوفه را بردارد و به شام لشکر بکشد و یزید را از میان بردارد و خودش خلیفه و امیر المؤمنین شود و دین جدش محمد و پدرش علی را که می گفت امویان از میان برده اند احیا کند. وقتی به همه این حقیقت ها می نگریم متوجه می شویم که حسین اگر وارد کوفه هم می شد چندین برنامه بسیار مهم در پیش رویش داشت که نخستین آنها نبرد خونین با والی کوفه بود که می توانست
هزاران جهادگر کوفه از دو سوی منازعه را به کشتن دهد. اگر هم او می توانست که پس از این نبرد خونین کوفه را بگیرد و در کوفه تشکیل حاکمیت دهد، با نیروی بزرگ یزید مواجه می شد که یقیناً به عراق لشکر می کشید و یقیناً یک جنگ بزرگ دیگر شبیه جنگ صفین به راه می افتاد، با این تفاوت که در جنگ صفین همه عربهای عراق، عربهای کوفه، بصره و مدائن در کنار علی بودند، ولی حسین اکنون فقط حمایت بخشی از عربهای کوفه را با خود داشت. اگر او کوفه را هم می گرفت، یزید به او فرصت نمیداد که به بصره لشکر بکشد و بصره را نیز بگیرد تا نیروهای بصره را با خود به پیکار یزید ببرد و چه بسا که عموم مردم بصره از یزید حمایت می‌کردند و حسین در میان دو سر گازنبر نیروهای اموی قرار می‌گرفت. حسین اگر کوفه را هم گرفته و تشکیل حاکمیت داده و با یزید وارد جنگ شده بود، شکستش حتمی بود، منتها شکستی که خونهای بسیاری را بر زمین می‌ریخت. کسانی که وقتی حسین تصمیم گرفت به کوفه برود به اون نصیحت کردند که از این تصمیم منصرف شود، متوجه همه این واقعیت ها بودند و با توجه به حمایت و قدرتی که یزید داشت یقین داشتند که او نخواهد توانست یزید را از میان بردارد و اگر با یزید وارد جنگ شود شکست بسیار هزینه بر خواهد بود و کشته خواهد شد. به یاد داریم که برادرش محمد ابن حنفیه به او گفت که تو به کشتنگاه می روی و من با تو همراهی نخواهم کرد. کسانی در زمان ما استدلال کردند که حسین برای آنکه مجبور به بیعت کردن با یزید نشود تصمیم گرفت که به کوفه برود، زیرا می دانست که اگر از بیعت خودداری کند و در حجاز بماند، چون که در حجاز یاوری ندارد، یزید او را بازداشت و زندانی خواهد کرد و چه بسا که قصد کشتن او کند. ولی در کوفه یاورانی دارد که از او حمایت خواهند کرد و نخواهند گذاشت که یزید او را برای بیعت کردن به زیر فشار بگذارد و یا او را بازداشت کند. سخنان اینها از سوی قیام حسین بر ضد یزید را نفی می کند تا نهایت مظلومیت حسین در کربلا را نشان دهد. از سوی دیگر فرستاده شدن مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده حسین و بیعت گرفتن از سران قبایل شیعه برای حسین را نادیده میگیرد، انگار که مسلم رفته بود تا به سران قبایل شیعه خبر دهد که حسین میخواهد به کوفه بیاید و شما خود را برای حمایت از او در برابر فشارهای یزید آماده کنید و نگذارید که به او فشار آورده شود که با یزید بیعت کند. این کسان در تلاش برای اثبات آنکه اقدام حسین شورش بر ضد حاکم وقت نبود و جنگ با او و کشتنش هیچ توجیه شرعی نداشت و اقدامی ظالمانه بود، گرفتار آن استدلال خطا شده‌اند. ولی رخدادهای تاریخی را نمی شود که دل بخواهی تفسیر و تأویل کرد. اما کسانی که واقعیت‌های عینی حرکت امام حسین را در برابر دیدگان خیش نهادند، درباره رخداد کربلا نوشتند که حسین برای براندازی حاکمیت یزید فاجر فاسق میمونباز سگباز شرابخواره قیام کرد. او شهادت در راه این هدف را به جان خرید. 2. شیعیان کوفه پس از رخداد کربلا به دو فرقه شدند. یک فرقه معتقد به فعالیت سیاسی و ضرورت تلاش عملی برای انتقال خلافت به یکی از اولاد امام علی شدند و یک فرقه
مسالمت جو و معتقد به قعود و تقیه و مخالف هر گونه فعالیت سیاسی شدند. فرقه نخستین 4 سال و اندی پس از رخداد کربلا گروه توابین را تشکیل دادند که داستانی دارند. سپس بازماندگان توابین در قیام مختار ثقفی شرکت کردند و انتقام خون حسین را گرفتند و عبیدالله ابن زیاد و عمر ابن سعد و شمر و خولی و دیگر کشندگان حسین را باز کشتند. اینها امامشان محمد ابن حنفیه پسر بزرگ علی در آن زمان بود و او را امام مهدی آل محمد می نامیدند. شیعیانی که همراه مختار ثقفی قیام کردند نام کیسانیه گرفتند. علی ابن حسین زین العابدین با مختار ثقفی و امامت عمویش محمد ابن حنفیه مخالفت کرد و به شیعیان کوفه نامه نوشت که مختار دروغ میگوید. در نتیجه بخشی از شیعیان کوفه از مختار بریدند، ولی با مصعب ابن زبیر بر ضد مختار همکاری کردند. مصعب از بصره به کوفه لشکر کشید. عبیدالله پسر امام علی نیز همراه مصعب بود و در نبرد با شیعیان برادرش کشته شد. سرانجام شیعیان کیسانی شکست یافتند، چندین هزار کشته دادند. مختار نیز کشته شد و پس از او 7,000 تن از شیعیان کیسانی کشتار شدند و همه اینها به سبب خیانت بخشی از شیعیان کوفه و همکاریشان با مصعب ابن زبیر بود که داماد خانواده علی و شوهر سکینه دختر حسین بود. بازماندگان فرقه کیسانیه در نسل بعدیشان در قیام امام زید پسر زین العابدین شرکت کردند و از آن پس نام زیدیه گرفتند. امام زید نیز به سبب خیانت شیعیان کوفه سرنوشتی همچون امام حسین داشت. پس از او یک فرقه مبارز شیعی در کوفه شکل گرفت که به نام او زیدیه نامیده شدند. زیدیه آن بخش از شیعیان کوفه که به زید خیانت کرده او را همچون امام حسین به کشتن دادند را رافضی نامیدند، ولی نام حقیقی اینها جعفریه بود، شیعیان امام جعفر الصادق. پس از تشکیل خلافت عباسی یکی از دودمان امام حسن به نام محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن و معروف به نفس زکیه خود را امام و مهدی نامید و از شیعیان بیعت گرفت و قیام کرد. اگرچه او در آغاز توانست که مدینه، مکه، طائف، یمن و بصره را بگیرد و شیعیان کوفه نیز آماده پیوستن به او شدند، ولی او در جنگ شکست یافت و کشته شد. امام صادق به سختی با امام شدن نفس زکیه مخالفت کرده بود و او را بازداشت و زندانی کرده و اموال و املاکش را مصادره کرده بود. امام صادق پس از کشته شدن او آزاد شد و مال و املاکش نیز به او برگردانده شد. از این زمان 2 فرقه شیعی در کوفه وجود داشتند که سخت مخالف یکدیگر بودند و امامهاشان نیز جدا و مخالف بودند، یکی شیعیان زیدی و دیگری شیعیان جعفری. در آینده شیعیان زیدی امامانشان از دودمان امام حسن و شیعیان جعفری از دودمان امام صادق بودند. فرقه اولی معتقد به ضرورت قیام مسلحانه شدند و بارها و بارها قیام کردند. دومی اهل تقیه و سازش بودند و هیچگاه در هیچ کدام از جنبش‌های شیعی شرکت نکردند. شیعیان جعفری در نیمه سده 2 هجری به 2 فرقه اسماعیلیه و امامیه تقسیم شدند. یک فرقه امامشان محمد ابن اسماعیل ابن جعفر بود و یک فرقه امامشان موسی ابن جعفر.
هر دو یکدیگر را تکفیر کردند و برای همیشه راهشان از یکدیگر جدا شد. پیروان موسی بن جعفر نام امامیه گرفتند. امامیه سپس در اوایل سده 4 هجری نام اثناعشری گرفتند. امامیه دنباله همان فرقه عافیت طلب اهل تقیه و سازش از شیعیان کوفه بودند که هیچگاه در هیچ کدام از جنبش‌های شیعی شرکت نکردند و هیچ کدام از شهیدان تاریخ شیعه پس از امام حسین به آنها ارتباط نداشت. همه قیام‌های شیعه و همه شهیدان تاریخ شیعه از آن کیسانیه و سپس زیدیه است. آن چند تنی که در کنار امام حسین کشته شدند نیز چون که راهشان را کیسانی ها و سپس زیدی ها دنبال کردند، باید میراثشان در حساب کیسانیه و زیدیه نوشته شود، نه در حساب امامیه. راه حجر ابن عدی، سلیمان ابن سرد و توابین را نیز ابتدا کیسانیه و سپس زیدیه دنبال کردند و امامیه هیچگاه به راه آنها نرفتند. پس امامیه در میراث گرانبهای اینها هیچ سهمی ندارند. از این دیدگاه اگر بنگریم، شیعیان 12 امامی دنباله های همان شیعیانی بودند که با امضا نهادن بر پای محضرنامه زیاد ابن سمیه حجر ابن عدی و یارانش را به کشتن دادند. امام حسین را با خیانتشان به کشتن دادند. مختار ثقفی را با خیانتشان به کشتن دادند. امام زید را با خیانتشان به کشتن دادند. آنها همواره و همیشه با قیامهای شیعیان مخالفت نمودند و با سلطه روز همکاری می‌کردند. در دوران اموی و عباسی هیچگاه با سلطه سیاسی روز مخالفت زبانی آشکار نکردند. هیچگاه در مبارزات شیعه شرکت نکردند و هیچگاه دنبال روان راه امام حسین نشدند. لذا در سراسر دوران 2 قرنه زمان اموی و سپس عباسی که دوران مبارزات شیعیان با سلطه روز بود، حتی یک شهید سیاسی این فرقه یا یک زندانی سیاسی این فرقه هم نداریم و من این را به تأکید تمام میگویم. ولی از سده 4 هجری به بعد که جنبش‌های شیعی به کلی فروکش کرده و به تاریخ سپرده شده بود، مؤلفان این فرقه همه شخصیت‌های مبارز تاریخ شیعه و میراث گرانبهای جنبش‌های شیعی را برای خود مصادره کردند. آنها حتی سخنوران بزرگ تاریخ شیعه از قبیل سید حمیری که شیعیان کیسانی منتظر ظهور ابن حنفیه بودند و دعبل خزاعی که شیعه زیدی بود را نیز به خودشان نسبت دادند و از آن خودشان کردند و اخیراً مؤلفانشان بران شدند که مختار ثقفی رهبر شیعیان کیسانی را نیز از آن خود کنند. 3. در تاریخ شیعه شمار بسیاری امام وجود دارند که 3 تاشان یعنی علی، حسن و حسین در میان همه فرقه های شیعه یعنی کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و امامیه مشترکند. 27 امام 27 امام دیگر فرقه های شیعه پس از حسین تا دهه 260 هجری به ترتیب زمانی عبارتند از محمد ابن علی ابن حنفیه مهدی آل محمد امام کیسانیه، علی ابن حسین زین العابدین که در مدینه زیست تا درگذشت، محمد الباقر امام فرقه باقریه که در مدینه زیست تا درگذشت، عبدالله پسر محمد ابن حنفیه امام یک فرقه از کیسانیه پس از ابن حنفیه، زید ابن علی امام زیدیه که در کوفه قیام کرد
و در جنگ شهید شد و پس از او پسرش یحیی در جنگ شهید شد. محمد نفس زکیه، امام زیدیه و دومین مهدی آل محمد که قیام کرد و در جنگ شهید شد. جعفر الصادق، امام جعفریه که در مدینه زیست تا درگذشت. اسماعیل ابن جعفر، امام جعفریه اسماعیلیه که در مدینه زیست و در زمان حیات پدرش از دنیا رفت. عبدالله ابن جعفر، امام جعفریه فتحیه که در مدینه زیست تا درگذشت. محمد ابن اسماعیل، امام جعفریه اسماعیلیه که در مدینه زیست تا به غیبت رفت و شیعیانش حدود 200 منتظر ظهورش بودند. محمد ابن عبدالله ابن جعفر، امام فتحیه که از روز تولدش غایب بود و شیعیانش یک چند منتظر ظهورش بودند. موسی ابن جعفر، امام جعفریه امامیه که در مدینه زیست، سپس قربانی سخنچینی دروغین یکی از عموزادگان خودش شد و به فرمان هارون الرشید بازداشت و زندانی شد و در زندان بغداد درگذشت. محمد ابن جعفر، معروف به محمد دیباج، امام یک فرقه از زیدیه که در مدینه قیام کرد و دستگیر و سپس کشته شد. مهدی ابن طباطبا، امام زیدیه که در کوفه قیام کرد، تشکیل حاکمیت داد و چند ماه بعد درگذشت. محمد ابن علی ابن زید، امام زیدیه که در کوفه قیام کرد و کشته شد. علی ابن موسی الرضا، امام امامیه که ولیعهد مأمون شد و به گونه اسرارآمیزی به زهر شهید شد. محمد التقی، امام امامیه و شوهر دختر مأمون که از 6 سالگی که امام شد در مدینه زیست، سپس در بغداد به بیماری درگذشت. محمد ابن قاسم، امام زیدیه که قیام کرد و در جنگ شهید شد و بخشی از شیعیانش گفتند که به غیبت رفته و برخواهد گشت. علی النقی، امام امامیه که از 4 سالگی که امام شد در سامرا زیست تا درگذشت. یحیی ابن عمر، امام زیدیه که در کوفه قیام کرد و کشته شد. حسن ابن زید، امام زیدیه که در دیلمستان تشکیل حاکمیت دراز مدت داد و چند امام دیگر در پشت سرش آمدند. حسین ابن محمد، امام زیدیه که در کوفه قیام کرد و شکست خورد. محمد پسر علی النقی که اندکی پیش از پدرش درگذشت و پس از پدرش یک فرقه از امامیه گفتند که محمد امام است و نمرده است و در غیبت است. حسن پسر علی النقی، امام یک فرقه از امامیه که در سامرا زیست تا درگذشت. جعفر پسر علی النقی، معروف به جعفر کذاب فاسق، امام یک فرقه از امامیه که بر سر امامت با حسن عسکری رقابت و درگیری داشت و در سامرا زیست تا درگذشت. علی ابن زید، امام زیدیه که در کوفه قیام کرد و کشته شد. حجت ابن الحسن که تولدش از اسرار بزرگ الهی بود و از کلیه مردم جهان پوشیده ماند. پدرش ازدواج نکرده بود ولی کنیزان بسیار برای همخوابگی خریده بود و او از یکی از کنیزان پدرش بود که نامش یا سقیل یا نرجس یا ریحانه یا سوسن بود. پس از درگذشت پدرش و در سن 2 یا 4 یا 5 یا 6 سالگی به اختلاف روایت‌های موجود در متون امامیه، امام مسلمین جهان
یعنی یک فرقه از شیعیان امامی شد. از روز تولدش تا کنون در غیبت است و از بیم کشته شدن ظاهر نمی شود و مردم جهان یعنی شیعیان 12 امامی منتظر ظهور او هستند که قرار است با ظهور و تشکیل حاکمیتش اراده الله تعالی را به تحقق برساند و حاکمیت صالحان را تشکیل دهد و همه غیر شیعیان 12 امامی که در جهان میزیند را در کشتار همگانی نابود کند و جهان و هرچه ثروت و مکنت در آن است را به شیعیان 12 امامی بسپارد. و این وعده حتمی الله به شیعیان 12 امامی است و هر که شیعه 12 امامی است یقین دارد که این وعده الله حتما تحقق خواهد پذیرفت و امام غائب به زودی ظهور خواهد کرد و حاکمیت بر سراسر جهان را به دست صالحان یعنی شیعیان 12 امامی خواهد سپرد. به جز امامانی که نام بردیم، یک شاخه از امامان زیدی در شمال آفریقا امامت و حکومت کردند. یک شاخه از امامان زیدی پس از حسن ابن زید در طبرستان امامت و حکومت کردند و یک شاخه از امامت زیدی در یمن امامت و حکومت کردند. خلیفه های فاطمی مصر که امامان فرقه جعفریه اسماعیلیه بودند نیز حساب خاص خودشان را دارند. پایان کتاب. عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در می آوری، ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی